بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة، برای هر شخص یا ملت، وجهة یک جهت است یا هدف است. هو که امی هدف یا امی جهت، هو که امی شخص یا ملت مولیها، رو گرداننده است طرف امی جهت یا طرف امی هدف. فاستبقوا الخیرات، شما پیشی بگیره، مسابقه بکنه، سبقت بکنه در امور خیر. اینما تکونو، هر جایی که شما می باشه، یأتی بکم الله، آوردن میکنه شما را الله متعال جمیعا تمامیتان. ان الله، یقینا الله متعال علی کل شیء قدیر، بالای تمام چیزا قدرت داره. و من حیث، از جایی که خرجت برآمدی پیغمبر علیه السلام، فولی بگردان وجهک، روی خدا، شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام. و انه، امی گردانیدن روی طرف مسجد حرام، للحق، خامخا ثابت و حقیقت است، من ربک، از جانب پروردگار تو. و ما الله، نیست الله متعال، بغافل، بخبر، عما تعملون، از آن چیزی که شما انجام میده. و من حیث خرجت، از هر جایی که تو برآمده پیغمبر علیه السلام، فولی بگردان وجهک، روی مبارکت، شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام. و حیث ما کنتم، هر جایی که شما مسته مؤمنا، فولو بگردانی وجوهکم، رویایتانه، شطره، طرف مسجد حرام. لئلا یکون للناس، دور دادیم قبله را به جهت، به خاطری که باقی نمانه برای مردم، علیکم، بالای شما، حجت، دلیل. الا الذين ظلموا، بجز مگر او کسانی که ظالم هستند، منهم، از یا او مردمات زبان اعتراض یا طعنه بند نمی کنه. هر رقم دلایلم که بگویی و فقط کرم طلبی میکنه و اعتراض میکنه. فلا تخشوهم، از این مردم، از تبلیغاتش، افواهاتش نترسی. واخشونی، الله متعال میگه از ما بترسی. ولیتم نعمتی، گردانیدم قبله را به این خاطر که تمام کنم، تکمیل کنم نعمت خدا، یعنی یا از اول نعمت فراوان براتون عطا کنم، یا است که تتمیم نعمت بعد از هدایت است، علیکم، بالای شما. ولعلکم تهتدون، و دیگه به خاطر که شما راهیاب شوی، پخته شوی، مسائل یاد بگیری، تشریح میشه. کما ارسلنا، مثل که قبله را براتون تکمیل کردیم. تبدیل کردن قبله به مثل نعمت دیگری است که ما روان کردیم، فیکم، در بین شما، رسولا، پیغمبر، منکم، از جنس خودتان. او هم یک نعمت عظیم بود. این تحویل قبله هم یک نعمت عظیم است. یتلو علیکم، اوتر پیغمبری که تلاوت میکنه بالای شما آیاتنا، آیاتای مرا. و یزکیکم، شما را تربیه میکنه، شما را پاک میسازه از عقاید غلط و نادرست، از اعمال ناشایسته و از اخلاق ناپسند. و یعلمکم، شما را تعلیم میده، الکتاب، کتاب الله را، والحکمت، حدیثه، زندگی عملی را براتان تعلیم میده. و یعلمکم، شما را تعلیم میده، ما اوتو مسائل موضوعات را، لم تکونو، که نبودی، تعلمون، که میدانسته، از امور شما را آگاه میسازه که به راه دیگری یا به وجه دیگری حاصل نمیشد. فذکرونی، یاد کنی، الله میفرماید مرا، اذکرکم، شما را یاد میکنم. مرا به طاعت و بندگی، به قبول کردن نظامم یاد کنی، من شما را یاد میکنم به سرفرازی نعمتهای گوناگون. واشکرولی، سپاس مرا بکنی در همچون نعمتها. ولا تکفرون، ناسپاسی نکنی
نعوذ بالله که نعمتهای مرا غلط استفاده کنیم. دایات قبلی الله متعال حالات یهود مدینه را ذکر کرده بود که سر و صدا را انداخته بود در مورد تحویل قبله. ما پیش گفته بودیم که دشمن ها همیشه از فرصت ها کار میگیره و زمینه تبلیغات وقتی برشان میسر میشه زیاد تبلیغات میکنه، هیاهی میکنه. هیاهی و تبلیغاتشان به این خاطر بود که یک تعداد مردم از شک بندازه در مورد برنامه های تعلیمی و تربیتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد دعوت. در هر تاریخ و زمان دعوتگرای حق همیشه مواجه به همچو مشکلات میشه، خصوصا موضوع تبلیغات. موضوع تبلیغات آنقدر گسترده است، آنقدر وسیع است که هیچ پرسان نکنه. بلکه امروز در معضله جنگ جهانی تبلیغات اگر در سابق مرتبه یا مرحله سوم داشت، امروز در رأس قرار داره. از امو خاطر است دنیای استعمار قبل از اینکه اقدام به مداخله در یک منطقه بکنه، قبل از اول از تبلیغات شروع میکنه. چرا؟ تبلیغات خیلی اثری منفی میگذاره در روان و روح مردم ها. کسایی که در مقابل میباشن و زود مورالشان ضعیف میشه. امریکا وقتی سر افغانستان حمله میکرد یک تبلیغات عمومی پخش شد که یا اینقدر وسیله مدرن داره که نفر حتی در اتاق مشخص میکنه. در یک اتاق که دو نفر نشسته، یکیش دشمن است یکی دوست، و میتونه تنها دشمن نشانه کنه و دوست زده نتانه. اما تجربه ها ثابت کرد که در دشت و بیابانا مردم قطعش جنگیدن، نه اسلحه‌شان نه وسایل کنترلیشان هیچ چیز هم کارگر نشد او نتانستن که از خود دفاع کرده بتانه. و جز از که از همیشه از مردم ها استخدام کرد و بر منافع خود کار کرده. موضوع تبلیغات برای جلوگیری دعوت بسیار اثر منفی داره، برای پیشرفت یک امر بسیار اثر مثبت داره. از او خاطر است یکی از جنبه های مبارزاتی همیشه مبارزه تبلیغاتی می باشه. افسوسی است که دنیای کفر به خاطر اینمی مقصد تمام وسایل خود در کار انداخته، وسایل اعلام و خبر، نشر و اشاعت مکمل در کنترل خود گرفته. امروز تمام قضاوت ها که در مجالس مسلمان ها میشه بنابر گفته ها و راپورهای رادیو بی بی سی و امریکا میشه. چرا؟ به خاطری که همه امور در دست گرفته، مردم مکمل تابع اونمو خبر و میدیا می باشه که وا بیان میکنه. یا فهمیدن که ما توسط تبلیغات چقدر کارگر بشیم. ببینید از درس کتاب الله متعال یک تبلیغات که یک کسی را نامش وهابی بگذار خلاص، بدون اینکه کسی بفهمه که وهابی چی معنا یا چی مطلب، لیکن فقط بگو یک مرتبه در یک مجلس بگو، یک ترجمه قرآن بگو کی وهابیست، بس صدها نفر در درس قرآن حاضر نمیشه بدون اینکه لا اقل در دنبالش بگرده که وهابی چی مطلب یا چی معنا. لا اقل اگر این وهابیت باشه خود درس قرآن است، قرآن خود کتاب الله متعال است، بیا برم نمی درس قرآن بشنوم. لیکن تاثیرات منفی از این دیده که مردم از اینمی طور خیر بزرگ، از اینمی طور نعمت بزرگ محروم میشه. آل شما مسلمان ها باید بدانید که دنیا چقدر متوجه تبلیغات است و چقدر در تلاش این موضوع است که وا تبلیغات گسترده در نعوذ بالله بدنام ساختن نظام اسلام، مجاهدینی که در کدام جای حرکت میکنه، تبلیغات گوناگون میکنه. شما این حقایق پسان بالکل معلوم میشه. آنقدر گسترده تبلیغات میکنه که مجاهدین همو کار نکرده، لیکن وا فیلمایی که در زمانهای سابق چی شده او را وابسته به یک گروه دیگه میکنه، شکل همو گروه را جور میکنه و او را تبلیغات میکنه. امروز ما و شما دچار اینمی قسم چیستیم، جنگ هستیم، جنگی که یک تیکه زهر است برای مسلمان ها. و افسوس است مسلمان ها آنقدر مقلد و دنباله رو شده که قرآن برش میگه ولا تقف ما لیس لک به علم، از پای او چیزی که سند و علم نداشته باشه از پایش نشو. لیکن ما مردم بس دیگه فقط گپ از رادیو بشنویم، او را امریکا و بی بی سی نشر کرده باشه خلاص دیگه کلی قضاوت ما سر روی موضوع میشه. این بسیار اثر خیلی منفی داره. ما مسلمان ها خیلی در حالت غفلت هستیم. ما حتی امی برنامه تربیتی و تعلیمی ما که چقدر مفید می باشه حتی در یک مجلس گفتن نمیتونیم، اعلان کردن نمیتونیم که او دوستا در اینجا کی هستی راستیتان بگوی، کدامیتان در مسجدتان اعلان کردی که بیگار رفتی. امی منطقی نزدیک، امی منطقی که قطیپای مردم رفت و آمد میتونه، راستیتان بگوی کدامیتان جرأت کردی گفته که او مردم یک خوب ترجمه قرآن در اینجا نزدیک برای ما شروع شده اگر کسی شرکت میکنه. حتی ورق اعلان نمیتونیم که در مسجد بچسبانیم.
شرم و خجالت میکشیم. ما انقدر متاثر شدیم، ما انقدر ضربه بزرگ خوردیم، درک نکردیم که حقیقت امر کجاست و ما چی مسئولیت ها داریم. افسوس است دنیای کفر و دنیای دشمن همیشه از این تبلیغات کار گرفته. در اون زمان این موضوعی قبله آنقدر تاثیرات منفی بالای مردم گذاشت که پرسان نکو، یک دم مورد انتقاد اعتراض قرار گرفت. از همون خاطر است که الله متعال حکمای تاکیدی 3 مرتبه الله به پیغمبر میگه فول وجهک فول وجهک فول وجهک. هم به مسلمانا هم به پیغمبر الله 3 مرتبه تاکید میکنه. چرا؟ از این معلوم میشه که یک چیزی تاثیرات منفی در قلبای بسیار مردم کار کرده بود. حتی به خودی پیغمبر علیه السلام الله تاکید میکنه که فول وجهک فول وجهک. مبادا اصلا منظور خودی پیغمبر نیست. پیغمبر متيقن است، او معصوم است، او گوی زیر تاثیر منفی تبلیغات مردم نمیره. اما در تو میگم دیوال تو بشنو، امت متزلزل نشوه، امتی تو فکر نکنه که راستی این حکم شاید اوایی باشه، پیغمبر خطا شده باشه نعوذ بالله، چرا اینطور گپ شده. اما الله متعال ریشه تمام مقصدا را باز بر ما بیان میکنه. فلا تخشوهم واخشونی. اصل علت و مرکز تمام استقامت کجا است؟ انسان متاثر از تبلیغات مردم نباشه، به مردم نبی. هنگامی که ایمانت پخته به الله متعال شد، باز در قصه تبلیغات مردم نشد. چرا؟ تو توقع عزت از مردم نداری، از ذلت از مردم نداری، هیچ حراسی نداری. هم مقصد تو رضامندی الله متعال است. اونجا باز آدم کامیاب میشه. این واقعا این تحویل قبله درسای عظیم برای دعوتگرا میده. دعوتگر که شروع میکنه در دنبالش تبلیغات شروع است. تو را نمیگذاره مردم ناس پیغمبر کده تو چیستی خیلی بالاتر هستی. پیغمبر مردم شاعر و ساحر و صابی و مفتری و نعوذ بالله مجنون و ایگپا گفت، کاهن برش گفت. تو کی هستی؟ تو که وقت دعوت حق شروع میکنی حتما مورد انتقاد اعتراض خیلی گسترده قرار بگیری، اما حراسی نداشته باش، لحاظ مردم نکن. در تمام برنامه دعوتت فقط الله را مد نظر بگی، باز میبینی که الله چطور راه و مخرج برات میکشه و خود به خود در همه امور تو را پیروز میگردانه. در اینجا ولکل وجهتون دیگه دلیل بالای تحویل قبله است. قبله اینطور رکن از ارکان اساسی اصولی نیست که در دین اصل باشه که هیچ تغییر پذیر نباشه، مثل ایمان به الله، ایمان به ملائک، ایمان به کتابا، ایمان به تقدیر، ایمان به روز آخرت، ایمان به پیغمبران. اینطوری مسئله نیست که قطعا تغییر نخوره. این مسئله فرعی است، تعلق به منطقه، تعلق به قوم، تعلق به شریعت داره. هر پیغمبر آمده مطابق قومش الله جهت قبلش تعیین کرده. بعضی انبیا علیهم السلام بیت المقدس برش قبله و بعضی کعبه برش قبله. دی چی فرق است؟ رسول الله اگر قبلش کعبه شود هنوز خوب است، چون که از اولادی ابراهیم علیه السلام است، دعوای تابعداری ملت ابراهیم علیه السلام داره. اول اعتراض خودی از جا میکرد. این پشت سر قرآن میگه که اگر همین تحویل قبله نمیشد اعتراض یهودان میشد بالای پیغمبر، چرا که در کتابه از وا تحویل قبله ذکر شده بود. باز میگفتن که آخری پیغمبر نیست. لیکن و از اینمی خلاب به نظر خودشان بسیار استفاده منفی کردن. الله متعال جواب داد ولکل وجهتون، برای هر شخص یا برای هر ملت طایفه وجهتون جهت است. وجه دو معنا داره، یک معنا طرف و جهت. هر امت و هر شخص الله میگه ما جهت مقرر کردیم. جهت کعبه یعنی قبله نصارا و بیت لحم بود، از یهود صخره بیت المقدس بود، از ابراهیم علیه السلام کعبه بود. مشرکین هم کعبه را بری خود جهت مقرر کرده. اصلا اینجا معتبر تابعداری حکم الله است که الله کدام طرف تو را فرمان میده امو طرف تو روی بگردان. این مهم نیست که کدام جهت. جهت ها کلش ولله المشرق والمغرب، هر جهت از الله متعال است. ولی الله که کدام جهت مشخص میکنه تو تابعداری از او را میکنی. یک معنی وجهه است، هو که همین ملت یا همین شخص مولیها روی گردانیده طرف همون جهت است، همون جهت بگردانه. فاستبقوا الخیرات، در این امور مسابقه و پیشی گرفتن در امور خیر است. انسان باید در امور خیر از دیگه پیشی بکنه، تلاش بکنه. در این صورت انسان تلاش ازیر میکنه که خیر کدام است. خیر ما عبارت از او امری که موافق کتاب الله و سنت رسول الله باشه. هر امری که موافق کتاب الله و سنت رسول الله باشه او را به نام خیر یاد میکنه. پس انسان مبادرت در خیر بکنه، پیشی در خیر. فرمان الله رسید، موافقت کتاب الله و سنت رسول الله در اینجا چی بود؟
روی کردن طرف کعبه. بس دیگه روی الله فرمان داده خلاص، ما دیگه چرا اعتراض انتقاد نمیکنیم؟ چرا الله حکیم است و هر کار به حکمت میکنه. الله کدام فرمانه که داده باشه ما حق اعتراض و انتقاد نداریم، به خاطر که مالک است، متصرف است، علم محیط داره، حکیم است، هیچگاه به خلاف مصلحت فرمان نمیده، امر نمیکنه. بنده میگه که نمی صفات الله را تسلیم شوه که الله حکیم است، قطعا خلاف مصلحت حکم نمیکنه. الله علم محیط داره، تمام مزایا و مصالح برش معلوم است. الله قادر مطلق است، هر نوع حکم کرده میتونه. الله عزیز است، هر گونه ارادش نافذ شده نیست. ما حق چون و چرا و انتقاد اعتراض ندارم. این نامی بندگی است. بندگی میگه دیگه. از خاطر امر میشه به مؤمنا که فاستبقوا الخیرات. انسان تلاش کنه هر امری که موافق قرآن و حدیث است دو اول نمره باشی، اول نمره از کل کده پیش باشی، تلاش یزیره بکو. چی میگی انتقاد اعتراض میکنی؟ اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا. بله جهت ها متنوع است، مختلف است، کسی به یک طرف، کسی به دیگه طرف. روزگاری میاد که کلگی به یک جای جمع میشه، آخر الامر به الله متعال متوجه میشه و یک مرجع میروی. مستی که در آخرت به یک مرجع راجع میشه، در دنیا هم باید طرف الله رجوع بکنی. معبود ما سوای الله را نگیری، دین با ما سوای دین الله را انتخاب نکنی، قانون ما سوای قانون الله را انتخاب نکنی. همه چیز مرجع در آخرت الله هست، اینجا مرجع الله باشه. فقط فرمان الله را ببینیم که الله کدام طرف مقرر کرده، خلاص امور متعین کنیم. این را بندگی میگه. این اصل حقیقت بندگی است. دوم ترجمه، ولکل وجهتون، برای هر شخص یا هر ملت و طایفه وجهتون هدف است. هدف، هر کسی غرض و مقصد و هدف داره. کسی هدفش دنیا می باشه، کسی دین می باشه، کسی هدفش شرک می باشه، کسی هدفش توحید می باشه، کسی هدفش سنت است، کسی بدعت است، کسی گناه است، کسی ثواب است، کسی نفع رسانی به مردم است، کسی نه ضرر رسانی به مردم است. هر کس هدف داره. کسی قصد پیر میکنه، کسی قصد الله را میکنه، کسی قبر هدفش است، کسی مسجد هدفش است. هر کس اهداف داره. الله متعال میگه این هدفها است. هر انسانی هدف داره، هر طایفه و ملت هدف داره. امیال ما و شما در این درس قرآن آمدیم هدف داریم. اهداف متنوع است. یک آدم به این هدف در این مجلس آمده که فقط من انتقاد بکنم. از سوالا معلوم میشه. سوال چه قسم سوالا؟ با وصفی که تشریح هم شده میبینی که ذهن از چه رقم غلط برداشت کرده. اینطور فکر میکنی که تو بگویی که تو این گپ چی گفته ای. مثلا میگه سعی که امام ابو حنیفه رحمه الله تو زیاد توهین میکنی. و برادر ما در سخنهای خود کی گفتیم که توهین کرده باشیم؟ ما همیشه دفاع میکنیم. لیکن اون مردکه به من نیت آمده بود از اول تا آخر در ذهنش امی گپ می هیچ اما اصل حقیقت گپ در ذهنش نمی نشست، بلکه خلاف حقیقت گپ در ذهنش می نشست. این کار میکرد. چرا؟ هدف غلط است، نیت غلط است، غرض غلط است. الله متعال میگه برای هر شخص و ملت ما هدف تعیین کردیم. هو مولیها، کی امی آدم به مو هدف و به مو مقصد روی خود میگردانه، حرکت میکنه. خو الله چی میگه؟ فاستبقوا الخیرات. شما در امور خیر مسابقه بکنید. هرگاه مردم اختلاف شد، هدفها متنوع شد، آلی ما چی بکنیم؟ هماهنگ شده میتونیم. اینجا الله ما را امر میکنه به تحقیق در پیدا کردن دینی صحیح، منهجی صحیح، هدفی درست. انسان کوشا باشه، دنبال رو و مقلد نباشه. قرآن جا بجا ما را آگاه می سازه، ما را تنبیه میده که ما در وجود شما استعداد گذاشتیم، ما در وجود شما جوهر عقل گذاشتیم، ما در وجود شما قوتی را گذاشتیم که تمیز کرده میتونی در بین اهداف خوب و خراب میتونی فرق کرده میتونی کدام کار نیک کدام کار بد. امیالی ما شما نیک و بد معلوم کرده نمیتونیم. به یک مسلمان کمک کنی از دستش بگیری نیکیست. اگر نیک یک مسلمان تنگ میکنی در جایش بدیست. هر کس میفهمه. حق یک کسی را تلف میکنی بدیست و حق خود تیر میشی برش نیکیست. کیست که نمیفهمه؟ کافران میفهمه، مسلمان هم میفهمه، کلگی میفهمه. یکی خود گل زدن است. الله متعال ما را امر میکنه که ای بنده ما، بری تو صلاحیت دادیم، بری تو استعداد دادیم، بری تو قابلیت دادیم، بری تو قوتهایی را در وجودت نهفته هستم که اگر تو او را در کار پرتی میتونی در بین هدف منهج مکمل فرق کرده بتونی کدامش درست است کدامش نادرست است. فاستبقوا الخیرات. شما پیشی کنی، سبقت کنی در اموری که خیر است، در اموری که موافق قرآن و حدیث است، در اموری که
موافق قرآن در صدد ازی باش. الله ما را فرمان میده ما در صدد ازی باشیم که هر امری که ما انجام میدیم موافق قرآن و حدیث باشه. چرا اگر نباشه به نزد الله مقبول نیست. برای رأی و ذهن خود من نمیتونم میگم اینی کار خوب است. نه، کاری خوب پیش میکنم به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. چقدر خوب چی است. چرا ما دنبال رو باشیم، تحقیق نکنیم، بگیم که نه امی گپ خوب است. هدف تشخیص شود چی مقصد دارم از این برنامه خود، یا این برنامه بعد چی ثمره داشته باشه و چه قسم میشه. انسان تفکر میکنه. من 1 روپیه را خرج میکنم، مصرف میکنم، 1 روپیه زیادت دارم، 1 روپیه اضافه دارم در خانه خود، اراده دارم من 1 روپیه خودم مصرف میکنم. همینطور نمیکنم که برو یعنی 1 روپیه اضافه است از همین خانه میبرم و تر پودری موجود است برش میدم، میره پودر میگیره. تا که اینالی پودر نزده بود خوب بود، دوا و دشنام باز زنی خود نگفته بود. حالی که پودر زد هم کلمه طلاق از دانش برآمد، هم دوا و دشنام برآمد. روپی تو سبب دوا و دشنام پودری شد، سبب طلاق زنی شد. روپی تو بنیت خیرات و صدقات کشیدی لیکن در جای غلط مصرف کردی. تو باید 1 روپیه تا اولی تفکر بکنی، تحقیق بکنی کدام جای مناسب است. 1 روپیه ما کدام جای بگیره. خو یک نفر که بدون ممیالی میره یک چیز میخوره برو میره از بین. مالا 1 روپیه نه، یک قاعده بغدادی میشه. 1 روپیه قاعده بغدادی میشه. یک قاعده بغدادی رو میگیرم، ایره یک طفل میخونه. اما طفل شده میتونه آغاز ابتدای علمش از زمین شروع شود. از الفبا شروع میشه، محبت علم در قلبش میشینه. آینده او همی علم خود ادامه میده، عالم برجسته بشه، به هزارها شاگردا تربیه میکنه، به صدها کتاب تالیف میکنه. در کلی برنامه تو شریک میشه، آغازگر است. 1 روپیه بود، 1 روپیه داشتی. مؤمن اینطور نیست. مؤمن در صدد حسن عمل است که عمل چقدر خوب میشه، چقدر ارزش پیدا میکنه، در تلاش عزیزه. همونطور نیست که هر چیز در پیش روی خود آمد همونطور برباد کرده بروه. نماز میخوانم، چی رقم نماز میخوانم؟ وضو کردیم، از کار بیکار شدیم، اونجا دکان گذاشتیم، اونجا دفتر گذاشتیم، اونجا درس خود گذاشتیم، وضو کردیم، چه قسم نماز بخوانم؟ مازی زود تو کده که تا بالا شوم و خلاص دستی خود از دروغینی قدر بالا کردیم. عبادتی مرا بی 1 دقیقه و دستای ما بالای مرا بی قدر. تو چی کردی؟ عبادت الله شد؟ نه. من اینجا عالی متوجه میشم که رسول الله چه قسم نماز خوانده، چقدر خشوع را رعایت میکرد، چه قسم کیفیتی نمازش بود، نمازش چه اثراتی داشت، در عمل چقدر تغییرات می آورد. مؤمن هر قدم خدا همینطور سنجیده میگذاره. قرآن در هر موقع امی لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، لعلکم تذکرون، امی دستورات به می خاطر است که بنده مؤمن هوشیار باشه، بیدار باشه، عقل خود را در کار بندازه. همونطور نباشه لوبالی که هر چیز هر طرف مصرف میکنه، اونطور نباشه. قرآن اینجا میگه فاستبقوا الخیرات. این نقطه است، میدان مقابل است. کسی هم چشمی داره دیگه نمیتونه میدان هم چشمی کنه. خواهرای ما هم چشمی ده جور کردن کالا می داشته باشه، در نشان دادن اسباب و وسایل خانی خود می باشه، تمام روز تلاش میکنه. یک خواهر ببینی که قدر خود زله میکنه، خصوصا در عید میایه سعی میکنی 1 هفته حالا که میوانا میایه نگویه که زن فلانی والا خانه رم جور نکده بود، مانده زله خدا میکنه. برای الله، برای توبه از گناه ها، برای کمایی جنت الله، همین قدر خدا در عبادت الله کدام روز مانده کرده؟ نمیکنه مانده. هم چشمی در این مورد نداره. زن فلانی در ترجمه قرآن میرم، من دختری خودم میبرم، سنوی خودم میبرم. این هم چشمی نیست. نماز میخونه؟ نه، در این هم چشمی نیست. دختری فلانی تدریس میکنه، شاگردا داره، دختری من باید شاگردا داشته باشه، باید درس بخونه. هم چشمی در این میدان نیست. هم چشمی فقط دختر فلانی در توی در هتل ممتاز محل شده، از ما در اورانوس شوه، از ما در بی‌نظیر شوه. اینی گپاست. اینی حالات ما مسلمان است. حالان که قرآن میگه نه، میدان مسابقه باید در خیرات باشه، اموری که موافق کتاب الله و سنت رسول الله باشه. ما کاش که مساجد یکی با دیگه هم چشمی کنه در خوب خواندن تراویح، در زبدق قاری آوردن. قاری که به خاطر رضای الله تلاوت کنه، هیچ هدف نداشته باشه. الحمدلله بنده که چه رقم اراده کنه، چه قسم تصمیم بگیره، الله برش برابر میکنه. از ابتدا الحمدلله تا که ما میفهمیدم که نماز چه قسم خوانده شود، تا آلی را الله طور نمازی زودگذر بر ما الله نصیب نکرده. الحمدلله علی ذالک.
و همین قسم قاری را میخواستیم تا آلی را الحمدلله همین قسم قاری ها را نصیب ما کرده که در دلش همین اراده نیست که ما یک گروپ مردم بگیرم. هدفش فقط و فقط شکرگزاری نعمت الله و رضامندی الله متعال می باشه. مسابقه در این گپا نیست. مسابقه را میبینید در کجاست؟ در زودخانی است. سبا دو نفر عواما در بین خود میگه ملای ما است تو که بسیار ملای ما تریشل است. او میگه از ما 15 دقیقه خلاص کرد، میگه از ما 12 دقیقه خلاص کرد، 3 دقیقه شما پیش خلاص کرد. این حالات ماست. قرآن برای ما چی دستور میده؟ در چی مسابقه بکنیم؟ مادرای پیدا شود که اولاد خود بچه فلانی در جهاد رفته، از ما چرا نروه؟ از او 3 بچه است در جهاد رفته، از ما 6 بچه است، از ما باید 2 نفر در جهاد باشه. بچه فلانی رسای که در غریبا و مسکینا کمک میکنه، بچه ما چرا کمک نمیکنه؟ ما از غریبا و مسکینا گرفته رایستیم. یک روز مادر به اولاد خود گردن همین مادرها بسته، شما را به الله قسم کدام روز شاند اولادتانه که بچه‌ایم من مادرتان هستم، سرتان زحمت و محنت کشیدم. پدر بگه به اولاد خود که اولادم ما بسیار محنت و زحمت را کشیدم، اما نمیبخشم تانه که آزار و اذیت مسلمان بدی، رشوت بگیری، حرام بخوری، غصب بکنی، آزار و اذیت کسی را بدی. شما را به الله قسم کدام روز شاند اولادتان؟ امی قدر توصیه کردی. شما را به الله قسم امی لیولگردا، امی فاسقا، امی پراگنده بچه‌ای که در سر کوچه ها دخترها را آزار داده رایسته، تو مادر تو را به الله قسم یک روز بچه تشاندی که ای بچم اگر کسی به من سعی کنه با چشم بد سعی کنه تو 2 چیر میکنیشه، خواری مردم مسلمه واری بری بعد معلوم شود. اگر توی کار کردی بچه من نیستی. امیالی خطا میگه بچه نماز نمیخونه. مادر جان اگر کار نکنه اول شوهری دمو بچه را میکشه از خانه، نان نمیدشه که نماز نمیخونه بکشه از خانه. نی در دین الله سوس نگیم اینطور. ما دین الله پیش ما هیچ معلوم نمیشه. از همین روز اول کلا را او سکت گپ نزدی، سیگرت دادان شد گپ نزدی. از روز اول بید السلام علیکم نمیگفت تو گپ نزدی، نگفتی که نماز بخوان، نگفتی در قرآن رایی نکردی. او پدرها و مادرها خو این از درس قرآن من نمیکنه. برش میگه اون دین روز یک برادر نوشته نکرده بود، همشیره نوشته نکرده بود که برادر ما را میگه که این دخترای هیچ چیز دبار نمیاره، یعنی اگر ترجمه میره چرا؟ به خاطر که اینجا خو پیسه نیسته، باید بره و در دفترای فرانسوی کار کنه دلار بیاره. اونطور برادرای غیرتمند هم داره، اونطور برادرای غیرتمند است. او چی میکنه؟ او میگه من چکر بزنم، شراب بخورم، خو پیدا کی کنه؟ خواهر کنه. امیالی بسطها خانواده توسط خواهر میچله. کدام خواهر؟ کاش که به عفت و عزت باشه. او خواهر نعوذ بالله فاحشه گری میکنه، او خواهر رقص میکنه، او خواهر در دفترهای خارجی شبا و نوکری میکنه، لیکن میخوره برباد بچه را ببینی کباب و شراب میکنه. مسلمانی چی را میگه؟ قرآن برای چی آمده؟ ما بشینیم میگیم جنت برای ما هسته. جنت چی رقم شده میتونه؟ کدام برنامه دین ما پیش بردیم؟ قرآن برای ما میگه فاستبقوا الخیرات. در میدانی که کاری موافق کتاب الله و سنت رسول الله میشه، در اونجا فاستبقوا الخیرات شود. غیرت پیدا کرد بچت، همسایه تا به عمره روان کرد، به حج روان کرد، تو غیرت پیدا کردی که والا امین بچه خو ما ریاسته، او هم یک بچه، من یک بچه، او تمامی کاری خیره میتونه، ما چرا امین قدر در فکرت گشت؟ اینما تکونوا یأتی بکم الله. ولکل وجهة، برای هر شخص، برای هر گروه ملت وجهة هدف است، هو که امی شخص، امی ملت، امی طایفه مولیها به سوی امو هدف روی خدا میگردانه. کسی قصد قبر داره، ببینی مردم در قبر روان است، کسی سینما را قصد کرده هدفش است، کسی ترجمه قرآن را قصد کرده. الله مختار گذاشته کلگیره، کدام طرف حرکت میکنه چی میکنه؟ فاستبقوا الخیرات. الله ما را میگه که من بنده مومن در کارهای خیر مسابقه بکو، پیشی بکو، کسی از پیشت پیش نباشه. دین روز ما گفتم کارهای در روزی آخری از تایید هر چیزی خود تکمیل میکنیم، در 10 شب در عبادت خود اختصاص میدیم، برنامه جور میکنیم برای اولادی خود، خانواده خود، چی داشته باشیم، کدام ساعت تلاوت ما باشه، کدام ساعت مذاکره علمی ما باشه، کدام ساعت عبادت نفل خوانی ما باشه، کدام ساعت دعا بکنیم، چی طلب بکنیم، کردیم کدام برنامه داشتیم میگیریم. اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا. هر جایی که هستی آوردن میکنه شما را الله متعال تمامیتان. هدفها متنوع است.
متنوع است. مخلوق الله که صبح میبره، کسی طرف دکان میده، کسی دفتر، کسی با پشت تحصیل، کسی یک طرف، کسی دیگر طرف، کسی دیگر طرف. آخر الامر کجاست؟ آخری مرجع ما کجاست؟ پیش الله متعال است. رفته نیستیم. الله سوال میکنه من تو را عمر داده بودم، وقت داده بودم، امکانات داده بودم، اعضا داده بودم، فرصت داده بودم، همه چیز داده بودم، کدام هدف ها را دنبال کردی؟ هدف هوا و هوس، هدف رضای الله را، هدف رضای پیغمبر را، هدف رضای تنظیم، هدف رضای ما حول و محیط، هدف رضای پدر و مادر، هدف رضای چی را؟ کدامشه؟ اونجا پیش میشی به الله متعال. علی قرآن برای ما میگه آخر مرجع تا نام الله هست. وقتی آخر مرجع انسان الله باشه، علی مرجع ما چرا الله نباشه؟ چرا دستور الله را نمیگیریم؟ ما از الله دستور بگیریم، صبح از خواب برآمد خیستیم از الله دستور میگیریم، یا الله چی کنم؟ الله برام فرمان داده نماز بخوان، الله برام فرمان داده تلاوت بکن، از کارت تکمیل کن، الله برام فرمان داده برای ده پشت رزق حلال، الله برام فرمان داده مسئولیتی تا ادا کن. کدام کارایی کدام ذمه‌واری که در مورد خانه داری تو را مکمل تکمیل کن. از الله خود فرمان گرفته رایستم، قدم خودم مانده رایستم. کدام قانون بپذیرم؟ قانون الله را. عبادتی کی را بکنم؟ عبادت الله را. فرمانی کی را بپذیرم؟ فرمان الله را. خلاص. از کی بترسم؟ از الله. انجام و آخرت ما پس به الله میگرده. امروز هم باید مرجع الله باشه. چرا مرجع الله نیست؟ علی مرجع برای خود قوم و تنظیم مقرر کردیم، خواهش نفست مقرر کردیم، مرجع خود چطور میتونیم؟ ان الله علی کل شیء قدیر. بسیار مردم شیطان وسوسه میکنه در قلبش، نعوذ بالله، عقیدهش متزلزل میسازه. این مخلوقی که اینقدر کارا، یک آدم اینقدر عمر داره، در یک روز چقدر کارا میکنه، کلش الله حساب میکنه؟ بله جناب، مکمل حساب میکنه. یک حساب نیست، اعضای خودت سری خودت شاهد است. در روز قیامت شاهدی میده، پوستت، دستت، زبانت، گوشت، کل شاهدی میده. دفتر دو ملک موظف بری توسته که مکمل ثبت کرده رایسته، نشستید، برخاستید، حرکتید، گفتاریت مکمل. او که علم الله هست و هست است. زمین سرت شاهدی میده که گشتی چی کار سرش انجام دادی، در روز قیامت شاهدی میده. اینطور فکر نکن. وسوسه های شیطانی بس اوقات انسان نعوذ بالله گمراه میسازه، مست میباشه. جوانا رو نمیبینی که کمی مست میباشه گوی دیوال قطی بوکس میزنه، باز از اون خاطر نعوذ بالله نشه میباشه که ما چی کنم؟ خبر نداری، کلش حرکات ثبت و سجل شده رایسته. تو سوال میشه و من حیث خرجت فولی وجهک، از کدام جایی که برآمدی پیغمبر علیه السلام، فولی وجهک، بگردان روی مبارکی شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام. و انه للحق. این تبلیغات خیلی اثر منفی داشت. الله متعال تاکید میکنه و انه دور دادن قبله طرف بیت الله للحق، خامخا ثابت واقعیت داره. اعتراضای مردم، افواهات مردم شما را در شک نندازه که راستی از جانب الله نباشه. من ربک، از جانب پروردگارت است. و ما الله بغافل عما تعملون. کدام کارهایی که شما میکنی که از این طور موقع اینطور غلط استفاده ها کرده، تبلیغات کرده، الله میگه از کلیتان الله بیخبر نیست. وقتی عذاب فعلا نمیه، این معنی از این نداره که الله آگاه نیست. الله در دنیا زود عذاب نمیده، بنده را خب میدان برش وسیع میکنه، تو باش بدوا. کجا میدوا؟ کجا میدوا؟ ظاهر شاست کجا دوید؟ ایتالیا دوید، روم دوید، ات طرف وی طرف آخر پس بیا در افغانستان، در اینجا دمی خاک دفن میشه، دمی خاک دفن میشه. خب 4 دانه متقی و مسلمان سر جنازه بخونه یا 4 دانه کمونیست بیدین؟ کی سر جنازه بخونه؟ معلوم میشه، خود به خود معلوم میشه. هر طرف کی بروی میدان جولانگاره الله برات آزاد گذاشته. چکر بزن، مصرف کو، حرکت کو. تا کی؟ تا کجا؟ پس الله متعال، پیش الله متعال می و من حیث خرجت، از جایی که تو برآمدی، فولی وجهک، بگردان رویت شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام. و حیث ما کنتم، هر جا که شما مسلمان هم هستی، فولو، بگردانی وجوهکم، رویایتان شطر و طرف مسجد حرام. چرا این تحویل قبله را کردن؟ دیگه علتش لئلا یکونه، بخاطر که باقی نمانه، للناس، برای مردم، یهود، منافقین، مشرکین، حجت، دلیل سر شما سند ذکر میکنه، دلیل سرتان ذکر میکنه. الا الذين ظلموا منهم، مگر کسانی که ظالم است از یا
واخو که هر قدر دلایل بیاری واخو اصل هدفشان انتقاد است و آرام نمیشینه. خب بعضی که یک کم انصاف داره توسط همین تحویل قبله انتقادشان خاتمه پیدا میکنه، از بین میره. تشریح براتون میکنم. 3 مرتبه پیغمبر مورد خطاب قرار گرفته فولی وجهک شطر المسجد الحرام. 3 مرتبه مؤمن است. در بین 3 مرتبه فرق است. بعضی مفسرین میگه برای تاکید است. خلاص تبلیغات زیاد بود به این خاطر که مردم متاثر از تبلیغات نشوه. الله بار باری حکم بیان میکرد، بار میکرد به خاطر که چی تبلیغات اثری منفی نگذاره. لیکن بعضی مفسرین فرق میکنه در بینشان. اول امر که به پیغمبر کرده دو فولی وجهک شطر المسجد الحرام، در اونجا مراد است که داخل مسجد حرام بودی روی طرف مسجد حرام بگردانی. اینجا تو مامور است. در دوم مرتبه که برش گفته خارج از مکه. در سوم مرتبه که گفته در وقت سفر. در هر جایی که بودی، در داخل بیت الحرام، بیرون بیت الحرام یا در سفر، در کل جا روی تا بگردان. هر 3 حکم متعلق 3 چی شد؟ مقام شد. مؤمنان هم این رقم است. یا است که نه، در اول الله متعال که برش امر میکنه در اونجا شهادت علما بود. بعضی یهود اونجا چی بود؟ ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم بود. اونجا این خاطر امر شده بود که ثابت شود که بعضی کسایی که علم برشان داده شده بود میدونستند که چی است. در دومش که باز امر کرد اونجا شهادت الله است و انه للحق من ربک، یا جانب پروردگار است. در سومش لئلا یکون للناس علیکم حجه، دفع حجت است. 3 دفعه امر کرد به خاطر 3 حکمت یا 3 علت. از او خاطر 3 دفعه امر کرد. یک دفعه که ثابت شود اهل علم خبر داره، دوم دفعه شهادت خود الله میده، سوم دفعه رفع عذر میکنه که عذر باقی نمانه دیگر سرتون حجت نگیره. او بعضی میگه دفعه اول امر به ایجاب است که این امر واجبی و ضروری و فرضی است. در دفعه دوم امر به دوام است که قبله تغییر مغییر نمیخوره، ادامه بده. در سوم دفعه عدم نسخ است که نه این حکم منسوخ هم نمیشه. اگر یا هر قدر اعتراضا بکنه در این فکر نباشه که حکم منسوخ میشه، قطعا منسوخ نمیشه. از او خاطر هر کدامش در جای خود علیحده چی داشتن. لئلا یکون للناس علیکم حجه. اگر پیغمبر روی طرف بیت المقدس نمیکرد اول اعتراض یهود میکرد. در کتابایشان ذکر شده بود پیغمبری که در دیار هجرت میکنه نماز خود در طرف کی میخونه؟ بیت المقدس. اگر رسول الله تغییر قبله نمیکرد و این میگه پس بالا میکردن که پیغمبری اصلی نیست. چرا پیغمبر اصلی در کتابای ما ذکر شده که قبلش بیت المقدس میشه، این قبلش بیت المقدس نشد. وقتی که قبله بیت المقدس شد امی انتقاد چی شد؟ از بین رفت. چرا در کتابایشان ذکر شده بود. اولی یک تعداد مردم با وصفی که انتقاد بالا شده بازم انتقاد میکنه. و کدام مردمی باشه؟ الا الذين ظلموا منهم، مردمی که ظالم است و حق نمیشناسه، انصاف نداره و هر وقت اعتراض داره. خب لیکن اعتراض مردم ظالم قابل شنیدن نیست، قابل اعتبار نیست که تو مانع اجرای حکم الله شوه. گاهی هم مانع اجرای حکم الله نمیشه. یهود خود اعتراض میکرد. اگر چی نمیکرد پیغمبر طرف بیت المقدس روی نمیکرد، مشرکین مکه میگفت یک کمی خوب شده انشاءالله در دین ما پس میآید. دیدی که نه کعبه را نگذاشت، در دین ما پس میآید، تمی از وا پیدا میشد. الله میگه این ظالمای انتقادا اعتراضا را داره. منافقین میگفت این پیغمبری مسترب الحال است، گوی یک رقم گوی دیگر رقم. از او خاطر الله امر تحویل قبله را داد که عذرا بالا شود. فلا تخشوهم واخشونی، نترسی شما نترسی از یا واخشونی از ما بترسی. الله پیغمبر نمیگه چیست که بگه فلا تخشاهم تو نترس از مردم، واخشو چیست؟ واخشنی از ما بترس. الله اینطور نگفته. الله به بندگان خود میگه فلا تخشوهم واخشونی. پیغمبر نمیترسه در اجرای حکم الله متعال، ولو که ثمرات منفی خیلی زود سرش مرتب میشه پیغمبر نمیترسه. امر میکنه الله متعال به پیغمبر خود، متبنای خود زید ابن حارثه رضی الله عنه که او بچه خونده است، زن خود طلاق میده. این نزد مردم زنی بچه خونده مثل سنوی حقیقی است، نکاح حرام میدانه، قطعش نکاح خود بکن. این گپ عادی نبود، این گپ بسیار چی بود؟ مشکل بود. به خاطر ازی که سنوی خود که در پیش مردم سنو حیثیت داره، تو به نکاح بگیری، باز تو به نکاح بگیری تبلیغات میبینی.
حالی که یک استاد شاگردی خدا به نکاح بگیره خلاص دیگه کل مردم 1000 تهمت دیگه را بکنه. جور بود خطش. او برادر چرا؟ نعوذ بالله. حالی کسی پیغمبر علیه السلام شاگردای خدا نگرفته؟ عایشه رضی الله عنها شاگردش نبود؟ حفصه، کل دخترایی که به پیغمبر علیه السلام داده شده کلش پیش پیغمبر علیه السلام درس خوانده. حالی وا نعوذ بالله تهمت شود. خود دیاری که علم نباشه، دیانت نباشه، ترس از آخرت نباشه، این سر و صداها بلند میشه. اما الله برای باطل کردن یک رسم جاهلیت ولو که به هر قدر چی تمام میشه پیغمبر امر میکنه که نکاح میکنی. پیغمبر سرپیچی نمیکنه، میفهمه که اعتراضات زیاد میشه اما به دست خود رسم جاهلیت میده میکنه. این جمع قسمه است. مردم در نظر نگیری، برای اجرای حکم الله از الله بترس. در حقیقت محرک تمام برنامه ها و اظهار حق چی است؟ ترس الله. ترس الله. الله علت نعوذ بالله از بین رفتن مجد و عظمت بنی اسرائیل خیانت علمایش ذکر کرد و او علما لحاظ الله را نکرده بود و ایای فتقون الله گفته بود از ما بترسی. امروز لحاظ مردم دین تباه کرده، حقیقت دین از بین برده. میبینیم الله ها 10 سال 20 سال در مسجد امامت میکنه یک بدعت از بین نمیبره، لحاظ مردم است. سنت رسول الله قایم نمیشه، لحاظ مردم است. امی عالم امی آیت قرآن چه قسم تفسیر میکنه؟ ترجمه قرآن هم کرده رئیس امیالی فعلا ترجمه قرآن میکنه، امی آیت ترجمه میکنه. از پیش سوال کو که جناب محترم تعالی را تو بدعت در مسجد نمیکنی؟ تعالی را تو سری مردمی که در مسجد رفل یدین کرده اینقدر قار شده که خطاب کافر هم کرده برش. و بعد از او گفته که دیگه این کاره را بکن مقتشان بفهم این سلفیگه کاره اینجا آمد آمین بلجر میکنه. چرا میترسی از مخلوق؟ سنت رسول الله را بیان کو. فلا تخشوهم. یا آیت متوجه کیست؟ چرا از مخلوق الله میترسی؟ از خالق بترسی. عزت شما را مخلوق میده، مخلوق باز اون تو رسوا میکنه تانه، مخلوق باز امو تو رسوا میکنه تانه که نه حیثیت برد میمونه نه آبرو و عزت. مکمل یک دفعه به باد هوا میده تا نام و نشانی تصحیح میکردی، تلویزیونا فقط گپای تو را بمانه، آخرش در کدام سرحد رسیدی؟ همو کامنت ها بود که نوشته میشد در حق همو تو عالم مردم که نوشته میکرد و عالم. خو لیکن تو به خاطری تور شدی. ما برات واضح میگم که لحاظ سنت رسول الله را نکردی. هر دفعه که از پیشت فتوا طلب شد که رفع الیدین چطور است؟ اینجا مذهبی حنفی است، کسی که رفع الیدین میکنه بزنشه. تو سنت رسول الله را توهین میکنی. توهینی تا دیدی که در کدام سرحد رسیدی؟ خنزیر خو برات خطاب شد. بسیط است. سنت رسول الله را سبک شمار نکنه که در بدر خاک بسر میشه. از الله بترسی، از مخلوق نترسی. الحمدلله که از مخلوق نترسیم. عزت دهنده الله متعال است. ما عقیده داریم عزت پیش مخلوق نیست، عزت پیش خالق الله است. یک کسی مرا گفت که مولوی صاحب این مردم چطور اتفاق کرد یکی به یکی الا کردن توی قدر جمع شد؟ من گفتم این احسان الله هم است. الله متعال احسان کرده، محبت مرا در قلب یه دوستا انداخته، یارا در حرکت آورده که در دکانی نرو اینجا برو. این کاری دیگه کس نیست. این عزت از جانب الله متعال است، مخلوق نیست. قرآن برای ما واضح میگه. من به می علما میگم باز موقع و فرصت است. به می علما میگم که موقع و فرصت است. این آیت قرآن کریم در دم رویتان بگذارید. فلا تخشوهم واخشونی. از مردم نترسی، از ما بترسی. سنت رسول الله را سبک ندانی. به مردم واضح اعلان کنی که مردم این سنت است. فتواهای غلط نده، فتواهای خطا نده. دلی مردم در دست نگیره. به خاطر مردم نوروز روان نکو، به خاطر مردم میلاد روان نکو، به خاطر موقف اجتماعی خود دلی مردم در خود نگاه نکو. طور زامندی الله را در نظر بگی، باز عزت الله را میبینی. این درس برای کلگیست، این برای ماست. دعوتگر حق وقتی تو دعوت میدی لحاظای مردمی را اوسو بگذار، لحاظ دین الله را بکن، باز میبینی که الله عزت میده یا نه. چی رقم است؟ محرک اصلی دعوت حق، محرک اصلی اظهار حق چی است؟ ترس کی؟ الله و عدم ترس از کی؟ از مخلوق. این عقیده رسول الله در ضمیر
و در وجدان ابن عباس رضی الله عنهما که در مرکب امرش سوار بود و برش میگفت وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك لم ينفعوك الا ما كتب الله لك. بدان ابن عباس عقیده تا محکم کو که اگر اومد جمع شوه و بری تو نفع برسانه رسانده نمیتونه مگر آن چیزی را کی نوشته کرده الله. اگر جمع شوه که بری تو ضرر برسانه نمیتونه رسانده مگر چیزی را کی این عقیده را پیغمبر در بچه کاکای خود در بچه که نو در سن جوانی میرسه این عقیده را در قلبش جابجا میکنه که همیشه حق بگویه، از مخلوق ترس و هراس نداشته باشه. ایمان همین درس به انسان میده که از مخلوق نترس، از یک خالقت بترس خلاص. دین چرا پنهان شود؟ حقیقت چرا پنهان شود؟ ولیتم نعمتی علیکم، دیگه که پورا کنم نعمت خدا بالای شما. تحویل قبله یکی از جمله اتمام نعمت است. نعمت اول ناقص بود چی؟ که ولی تمام میکنه شه. ولیتم که از اول ابتدا عطا کنم نعمت خدا فراوان. از اول امر ما اراده کردیم که نعمت هم فراوان باشه. یکی از فراوانی نعمت قبله طرف بیت الله است، به خاطر که قبله ابراهیم علیه السلام است. ابراهیم علیه السلام شخصیت برای زنده بود، نماز هم باید به طرف قبله از او خوانده شد. از او خاطر اتمام نعمت است. یک یا اصل نعمت هدایت به سوی اسلام است، هدایت به سوی توحید و یک تا پرستی الله است. این اصل نعمت است. هر قدر نعمت های دیگه یا متممات چی است؟ همین نعمت است. چرا اصل نعمت توسط ارسال رسول، انزال کتب الهی که راه یافتن حقیقت دین است، این اصل نعمت است. دیگر نعمت ها نماز میخوانی، روزه میگیری، کاری خوب میکنی، کلش یا متمم نعمت است. تحویل قبله از جمله متمم نعمت است. ولیتم نعمتی علیکم، که تمام کنم، پورا کنم، تکمیل کنم نعمت خدا بالای شما. ولعلکم تهتدون، جار جنجال کشمکش زد و خورد فراز و نشیب در زندگی دنیا یکی از اسباب و ذریعه هدایت انسان است. قرآن بر ما میگه، قرآن بر ما میگه چرا جنجال و سر و صداهای پیدا شد؟ این سبب هدایت انسان میشه. بله خوش باشه. اگر جار و جنجال نباشه شما دنبال حدیث نمیگردی، پشت دلیل نمیگردی. روز بر روز سرت انتقاد میشه، مراجعه میکنی به حدیث رسول الله. انتقاد میشه، مراجعه میکنی به حدیث رسول الله. علم اضافه میشه. وقتی که در حدیث داخل شدی حال محبتت با حدیث پیدا میشه. همون تو رستی یا نیستی؟ همون تو رستی. لعلکم تهتدون می معنا داره. مناظره میکنه، مجادله میکنه با این مردم، تحقیق میکنه، تابعداری الله را میکنه، در مقابله قرار میگیره، در مقابله از آزار و اذیت براتون میرسه، مصیبت و تکلیف براتون میرسه، صبر و استقامت اختیار میکنی، ایمانتون پخته شده میره حال دیگه خب پخته به هدایت قایم میشه. من دوستا را میگم زندگی که فراز و نشیب، تکلیف و درد نداشت، هیچ زندگی نیست، هیچ لذت نداره. سیری را نعمت وقت انسان قدرش میدانه که نباشه. آبی سرد وقتی مزه داره که در آبای گرم بیفتی. صحت وقتی بر انسان قدر پیدا میکنه که مریض شوی. تو تا حالی نه چپیلا خوردی در راه دین، نه کدام تکلیف دیدی. دین چی لذت برات داشته باشه؟ دین به صحابه لذت داشت، دین به بلال لذت داشت، دین به صهیب رومی لذت داشت، دین به سلمان فارس لذت داشت که سر ریگا خوانده میشد. سر دین با ما تو چی؟ مفتی کلزی آمده. این تکلیفا، این مصیبتا یک کمی از گوشه زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم آدم آگاه میکنه که پیغمبر چی زندگی را تیر کرده بود. تو یک دفعه بری که مردم برای اشپیلاقا را شروع کنه، خیرت است. سعی میکنی از اون طرفی تنگی از پشت سر ایوا بی لعنتی یهودی نصارا، تو اونجا بری که در خانه گریان شروع کنی. در کجا؟ ما چی تکلیف دیدیم؟ یک روز تکلیف رسول الله سرت بیاید برداشتش نداری، خبرداری نه. تکلیف انسان پخته میسازه. دین بر ما درس میده. دین بر ما چی درس میده؟ الله متعال وقتی که در دین کسی را میاره، اینجا قرآن بر ما درس میده. او کدام درس است؟ این درس است فلا تخشوهم واخشونی ولیتم نعمتی. ایمان مقتضی وسعت رزق فکر نکنی که من ایمان آوردم ولی دیگر روزی فراوان شروع میشه، بلدنگا برم پیدا میشه، موترا پیدا میشه، حالی دیگه آرامی برم میآید. نه، از دینی تقاضا را نداشته باش. از دین تقاضای تکلیف داشته باش. از دین تقاضای تکلیفه.
یک دختری اروپایی کتاب نوشته کرده در مورد چی خصوصیات رسول الله از دینش. یک خصوصیت چه نوشته کرده که هر کسی را به تنظیم خود دعوت میده، بگوی آسایش و آرام و راحت و چوکی و حالی که کسی رای که برای کسی میده چی براتون میگه؟ از قوم وزیر مقرر میکنه، مدیر و رئیس. تا هر وقت تقسیم شدگی هست یا نیست؟ ها؟ رای به خاطر چی داده؟ این چیزا وعده داده شده. باز انسان هم میتونه کلی وعده ها را پوره کنه، باز منافق و دروغ گوی میبره، باز دیگه دشمنی در بینشان شروع میشه. در یکی میده در دیگه نمیده. اسماعیل خان چی کرد؟ کلان گپا شروع شد. در این دولت میبینی ایرش خندیره، ایرش خندیاره که تعالی را روان است. اسلام رسول الله کسی که ایمان می آورد نمیگفت که زن برات میگیرم، نمیگفت که مال و دارایی زیاد میشه، میگفت چه برداشت میتونی، چه برداشت میتونی، تکلیفه چه آماده استی. و زن اروپایی نوشته میکنه که خصوصیت دعوت رسول الله است که مردم به تکلیف دعوت داده، مردم آماده به تکلیف شده. از خاطر یک دفعه که ایمان کسی به رسول الله حقیقتا آورده باز مرتد نشده، ایمان قلبش فرا گرفته، جا به جا شده. ولعلکم تهتدون. اگر ما در روزگار خود هدایت ما پخته نشد، در راه دعوت و مبارزه ما یک کمی خب دیگه پختگی بر ما حاصل نشد، گریان کردیم، وی عکسای ما را چرا در اینترنت انداخته ای؟ وی ما در ترجمه قرآن آمده بودیم. از این گپا نترس، بان که انداخته شوی شناخته شوی. یک تعداد مردم میترسن دست دادن بر ما که ما اولی قطعش نه. مولوی صاحب یک مجلس جنازه بود، ما برش میرفتم که مولوی صاحب قطعش دست فرسی کنیم و از پیشم گریخته روی بود. به خاطر ازی که اولی اگر ما قطع ازی دست بدم مردم میگه که یام وابیسته یام رفیقش است، اینطوری میکنه. اینطوری مردم ها پیدا میشه. این مردم ها نه ایمان تیر میتونه نه به دین خدمت میکنه، به جز ازی که منافع خود در نظر میگیره. همیشه تابع مردم نباش، تابع دین الله باش. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، مثل که تحویل قبله اتمام نعمت است، نعمت بزرگ است برایتان، مثل یک نعمت دیگه. کما ارسلنا فیکم، تحویل قبله یک نعمت است برای شما دادیم. چرا؟ مثل که ارسلنا روان کردیم فیکم در بین شما نعمت دیگرم، رسولا پیغمبر منکم از جنس خودتان، از جنس خودتان پیغمبری عظیم شان روان کردیم. چی برنامه داره پیغمبر؟ یتلو علیکم آیاتنا، که تلاوت میکنه برای شما آیاتای ما را. اول برنامه پیغمبر همیست وحی الله را برای شما تلاوت کنه، بازگو کنه، به دل و جان شما او را بشنوه. چرا؟ به خاطری که مشاعرتان، اعضایتان مکمل آماده برای ازی باشه که اینمی کلمات چی مطلب و مقصد داره. متصل تلاوت. و یعلمکم الکتاب، اینجا نگفته و یزکیکم، اول هدف پیش کرده. و یزکیکم اشاره میکنه که تلاوت اصل مقصد نیست. و یزکیکم اصل مقصد پاک کردن شماست که شما پاک شوی. تزکیه پاک کردن میگه. عقیدتون پاک شوه توسط تلاوت قرآن. کدام تلاوت قرآن که تزکیه را نبیاره فایده من نیست. قرآن بخون عقیدت جور نه، عملت صحیح نه، اخلاقت پسندیده نه، نه تلاوت قرآن که ای تزکیه را آورده بتانه. تزکیه میگه نمو و رشد. و چی میگه؟ یتلو علیکم آیاتنا، که تلاوت کنه بالای شما آیاتای ما را. و یزکیکم، شما را نمو و رشد بده، رشد علمی بده. تلاوتی که سویه علمیت بالا بره، مرتبه علمیت بالا بره. تلاوت محض نه که به خاطر ثواب گردان کده رایستی 2 سپاره خواندم 3 سپاره خواندم. شکی نیست که الله برات ثواب میده، لیکن اصل مقصد تلاوت قرآنی نیست. تلاوت قرآن تزکیه است اصل مقصدش. خب بعد از تلاوت یعلمکم الکتاب، تعلیم میده شما را کتاب، مطالبش مفهومش بر شما زیرنشین میسازه. والحکمت، اسرار و دانش ها و امور خیلی پنهان و دقیق قرآن کریم بر شما بیان میکنه. یک ترجمه حکمت همیست، دانش ها، رازها. دوم ترجمه والحکمت، برنامه عملیش بالایتان تطبیق میکنه. برنامه عملی حدیث است. پیغمبر آیت میخوان، برای صحابه تفسیر میکرد، بعد از او عمل پیاده میکرد. از این خاطر صحابی میگه ما دا آیت قرآن کریم تا وقتی دا آیت دیگه انتقال نمیکردیم که مطلبش میفهمیدیم، عمل سرش میکردیم، بعد از او به آیت دیگه چی میکردیم؟ آغاز میکردیم.
دا آیت در زندگی خود تطبیق میکردیم که اینی آیت مطلبش اینی و اینی قسم عملی میشه. دشمنای دین چوچای یهود به ابن عمر و عمر رضی الله عنهما دا بچه و پدر طعن میزنه، چقدر کودن و احمق بودن نعوذ بالله میگه. و یکیش ده 8 سال دیگهش ده 12 سال یک سوره بقره را خونده. و چوچه یهود و سوره بقره را تو واری نمیخوند که نعوذ بالله کلمات مد با اندازه 3 الف می باشه، تو 20 الف از پیش جور کرده رایستی. یک آزان چه رقمی داده رایستی. و طوری نمیکرد و که تنه ده الفاظ مد و تمدید بکنه و دقت میکرد به معانی. بعد از او عمل میکرد. زندگی صحابه را ببین که زندگی صحابه عینی تفسیر قرآن است یا نه؟ به نقش قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم گذاشته. ما از خاطر میگیم که دین به منهج سلف باشه. چرا زندگی از نقل از زندگی رسول الله است. زندگی رسول الله تشریح و تفسیر قرآن کریم است، برنامه عملی قرآن کریم است. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پیغمبر علیه السلام نه تنها آمده که بحثای علمی دینی را بر ما بکنه، بلکه از این طور مسائل و امور ما را آگاه و خبردار کرده که تمام رشد انسانیت، قله کمالات انسانیت دو با وابستگی داره. از نگاه اخلاق ببینی رسول الله اتو معیار برای اخلاق پیدا کردن اخلاق گذاشته که احد در دنیا با مثل اخلاق رسول الله هیچ برنامه را پیش کرده نمیتونه با مثل اخلاق رسول الله. بله برای کمال سویه علمی انسان پیغمبری طور برنامه را پیش کرده. هر قدر دنیا پیش رفته شود از علوم قرآن بیرون برآمده نمیتونه. کمند عطارد در مشتریم بندازه بدون اجازه قرآن حرکت کرده نمیتونه. اجازه باید از قرآن بگیره. اول علوم در قرآن تلاش کنه که ممکن است یا نه، بعد از او باز اقدام بکنه و پیشرفت خود دنیای غرب نمیتونه پیش بره. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پیغمبر علیه السلام تنها معلم نبوده که چند کتابا را براتان درس بده. پیغمبر رهبری واقعی است. پیغمبر رهبری تربیتی است، اخلاقی است، اجتماعی است، فردی است. در کل امور زندگی پیغمبر الگو رهنماست. تربیت یتیم پیغمبر کرده برای تو درس داده، اجتماعات جمع کرده، نزاعها را حل کرده، قماندای جهاد داده، رهبر سیاسی و قائد بزرگ لشکر بوده. پیغمبری تو پیغمبر بود. و یعلمکم تعلیم داده شما را ما و طریقه ها، شیوه ها، راه ها برای پیشرفت زندگیتان. لم تکونوا تعلمون که شما یادم نداشتی کدام تاکتیک های جنگی که پیغمبر در جنگا در کار گرفته امروز سرش فکر میشه. دنیا ایران میمانه که در او زمان از این طور اسباب رسول الله کار گرفته که انسان تعجب میکنه چه قسم کارا در کار انداخته. پیغمبر به تمام معنا رهبر انسانیت، در هر بعد انسانیت از رسول الله که در پیش رهبریت دیگه کس نداره. در یک بعد هم این جدا موضوع است که ما بعداره، یکی ما میگیریم مغاره نشین جور میکنیم دین اسلام، او یکی ما میگیریم فقط دنبال روی کی بادیات دنیا. امروز امت همین دو تقسیم شده، یا جامد است که حتی زن خود ترجمه قرآن نمیمانه، یا این طور آزاد است که زن خود در فرانسویم روان میکنه. تا این انداز این حالات ماست. الگو و نمونه بودن رسول الله را ترک کردیم که رسول الله چی کرده بود. رسول الله زنای خود گفته بود که قطع مردم گپ نزنه، یعنی که گفته بود که در مسائل رجوع کنه به سوی کی؟ ازواج مطهرات. به سوی ازواج مطهرات دقیق ترین موضوع که به نزد مردم بی حیاترین موضوع معلوم شود، رای حل شکی پیش کی بود؟ مفتی امت عایشه رضی الله عنها. زن و شوهر اردو هم بستر میشه، جماع نمیکنه لیکن خواب میکنه. چی رقم شود؟ غسل واجب میشه و نمیشه؟ صحابه در اختلاف است. یکی میگه واجب میشه، دیگه میگه واجب نمیشه. یکی میگه واجب میشه، دیگه واجب نمیشه. مسئله خیلی داغ شد. تبین صدا کردن کی موضوع غیر مفتی امت عایشه رضی الله عنها. نفر رفت پیش عایشه رضی الله عنها گفت هرگاه التقای ختانین بیاید غسل واجب است. جایی که سنت میشه در اون وقت زنام کمی سنت میشد، حالی نیسته. گفت التقای ختانین بیا. یک موضوع را ما به خاطر بیان میکنم که مردم تبا شده. کسی غسل سرش واجب شده غسل نکرده و رفت نماز خونده.
گناهگار کرده خدا. گفت ولو که انزال نشده لیکن التقای خطانین آمده، غسل واجب است. این موضوع مهم که به نظر ما و شما بسیار شرمناک معلوم میشه. کی حل کرده شه؟ مادر مؤمنه رضی الله عنها. امروز ببینین طعنای بیجای و گپای عیبای بیجا را چرا مردم وارد میکنه؟ خدا مسلمان مچاندی مسلمان، زنی خدا نمانده. در چی نمانده؟ کلمه خدا نمیفهمه، معنای دین خدا نمیفهمه، توحید نمیفهمه، تو نمیفهمی، زنی تام نمیفهمه. از همون خاطر 1000 دفعه طلاق دادی، اولیم زنیت است، زنا کرده رویستی، سرنوشتتان خوب میشه. باز که در جنت میری یا در دوزخ میری. به کدام دین اعتقاد داشتی؟ به کدام قانون باور داشتی؟ روی کدام دین تو زندگی را اختیار کردی؟ خوش میشن که ما آدمی چیستم، آدمی سخت. نه، ما خاندان سختگیر هستیم. در کجا سختگیر است؟ در دین سختگیر است. باز در توی ناسه ماما سختگیر نیست. زنش کرتر هموسو میندازه چادرم، اتور ملاقا میزنه که پرسان نکن. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فذکرونی، یاد کنی مر الله متعال میگه با این نعمتایی که سر شما کردیم، خصوصا نعمت آخری. رسول الله در بینتان آمده بود، برنامه پیغمبر براتان تشریح شد. پیش در دعای ابراهیم علیه السلام هم این برنامه تشریح شده بود. برنامه پیغمبر ما براتان گفتم 4 نکته‌ای. یک هدف، 3 مرحله. 3 مرحله داره. 3 مرحله انسان باید باشه. آیات کتاب الله را تدریس کنه، تعلیم بده، بعد از اون مطلبی قرآن به مردم بفهمانه، بعد از اون زندگی عملی کنه احکام الله را، که تزکیه پیدا شود. تزکیه جوانا یک دم جور شود. جوان وقتی در مسجد نماز میخونه، مردم بفهمه که اینی جوان نماز خواند، اینی جوان نماز خواند. یک نفر در مسجد یک روز ریش سفید آب دیدیش تر میریخت. ما برش گفتم چرا گریان کردی؟ یکی از برادران نماز میخواند، گفت الحمدلله دلم همی قدر خوشحال شد. اینطور جوان گفتی این نماز وی رکوعی سجده از زیره که ما دیدم، ما در عمر خودم اینطور نماز نخوانده بودم. این در سن جوانی خود به این حوصله مندی، به این خشوع، به این اطمینان نماز میخوانه. ما گفتم الحمدلله این شکری الله متعال است. کسایی که امرای ما تعلق داره فضل الله سبحانه و تعالی است. همین قسم نماز میخوانه، همین قسم که دیدی در یک وقت دیوار و خطا نمی باشه. کسی که مفهوم سلفیت میفهمه، محبت سنت رسول الله در قلبش جا داره، زن است اگر مرد است. این برکت ما نیست، برکت تابعداری کیست؟ سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله نصیب کلگی ما بکنه. لیاقت داره که همونطور شود. برنامه پیغمبران را باید زنده نگاه بکنیم. هدف ما تزکیه باشه. این برنامه باید پیش بره. بدون کتاب الله و سنت رسول الله پیش برده قطعا نمیشه. از این خاطر مراکز تعلیمی هدف بزرگ ماست. ما را دولت بگذاره، پیش نکنه، با نماره که ما همی تربیت دینی خود بکنیم. در دیگر چینلا ما غرض نداریم. خو دل ما سری ملت میسوزه. چرا میسوزه؟ سالا سری از یا ظلم شده. ما ملت خانای ما بیران شد، کشتای ما سوختانده شد، تباه شد، جویا خوش شد، نارا خوش شد، فابریکا از بین رفت، هیچ نوع اقتصاد به مردم نماند. شهیدای ما نه تپه باقی ما، نه دره باقی ما، نه سیلبرد باقی، نه زمین، نه خانه. در خانه ما خود شهدا دفن شد. یتیم و آواره ما یک منطقه را در جهان پیدا نمیکنه که افغانی اونجا مهاجر نباشه. کر و کور و لنگ و معیوب ما دنیا را گرفته. بیوه های ما کوچه را گرفته. از هر نگاه سر ما ظلم شده. خو این قدر ظلمی که از نگاه دین سر ما شده، از نگاه عقیده بر ما شده، این ظلم هیچ گنجایش نداره. دل ما سر ملت میسوزه که با کتاب الله آشنا شود، همین دین خدا بفهمه. یک کمک مقطع زمانی را برشان فرصت پیدا شود که آشنا شود با دین خود، با کتاب خود که سالا به این عقیده داشتن. همین دولت ما را بگذاره، ما را که حالا تو اینطور حق میگم دولت، ولو که تو باشی هر کس باشه مجبور هستم بگویم. قرآن مرا میگه بگو. او در این حق گفتن اگر مرا بندی میکنی، اگر چی میکنی کاری توست دی. از اون من نمیترسم، لیکن این حق ما باید به ملت بگویم. ایره قرآن میگه، من نمیگم، کتاب الله میگه. خب ملت سرش ظلم شده، ملت سالا دور از دین افتاده، کلمه طیبه را معنا و مفهومش نمیدانه که لا اله الا الله چی مطلب داره و محمد رسول الله چی مطلب داره. مشکل اینجا آمده، یا لذت عبادت خدا نفهمیده، یا لذت حلاوت ایمان خدا درک نکرده، یا تعالی را احساس امن و راحت دینی نداشته از سر. از او خاطر
زوری ما سری مراکز تعلیمی جور کردن است. برای ما از خارج خواهر برادر میگه در فلانی مدرسه اینی را بده، ما میگم بیا در رقمی را دما حواله کو، به مدرسه یک تا نده. ما از اینمی 10 مدرسه جور میکنیم. ما برادر خواهر داریم که مطلبش فقط رضای الله متعال است. ما برای از وقت گسترش میدیم. اگر در یک منطقه ما 10 اولادی ما عقیده توحید یاد میگیره، در منطقه دیگه هم 10 طفل یاد بگیره، در اون منطقه دیگه هم 10 طفل یاد بگیره. در کل مناطق اینطور الحمدلله صدای عقیده توحید بالا شود، فعالیت آغاز شود. جوانای ما چی هم از طبقه ذکور اناث در کار بیفته، بفهمن شما ملت یک دفعه دین برش یاد بده، باز بعد از او گله کنی که چرا یهود آوردی، چرا نصارا را آوردی، چرا شوروی را آورد، چرا بگوی امریکا را آورد. گله نکنی، گله نکنی از او مردم. یک روز در قرآن الله ننشسته که قرآن الله چی میگه؟ او کلی هم و غمش اینمی منصب و مرتبه و چیست بگه مال و متاع دنیاست. دیگه مال و متاع دنیا را که تو تلاش میکنی، هر کس که برات میده اموره نوکری از او جور میشی، مجبور هستی بیاریشه. گله نکنی نه از کمونستا نه از کسایی که غرب آورده، گله نکنی. گله از خود بکنی که ما به قرآن عقیده نداشتیم که قرآن میفهمیدیم. لوی جرگه ما امضا میکنه که مردمی که خبیث و نجاس در وطن پاک بمانه، عملیات کنه، شو سری خانه مردم بره. از یا گله داری؟ سرنوشت مردمی سرنوشت سازیتون این فیصله را میکنه. دیگه شخو چی میکنه؟ نه، شما اطفال تربیه کنی به قرآن به سنت، خود به خود باز ببینی که وطن چی میشه. خود به خود این جنگا خاتمه پیدا میکنه، یکی با دیگه یک دم برادر میشه. از نگاه عقیده و وحدت کلمه کلگی یک عضو یک بدن جور میشه. یعنی که پراگنده است. ما خود تباه شدیم. ما را خود پراگنده ساختم. ملت پس جور کنیم توسط اولین برنامه ملت ساختن به نزد خودم، به فکر ناقص خودم امیسته که ما مراکز تعلیمی را برای اولاد خود خیلی زیاد مؤثر، آسان، زودرس تلاش بکنیم همین قسم پیدا بکنیم، در صدد جور کردن مراکز تعلیمی باشیم. علمای خدا ما میگیم که نصاب جور کنیم. دکتر صاحبا قطماس ماشاءالله از نگاه کادر علمی کم نیستیم. در کابل یک روز که ما بخوایم 100 عالم است الحمدلله، علمای برجسته، ولی افسوس است که 100 دانه را جمع کنیم یک دانه جور نمیشه. چرا؟ به خاطری که آن چیزی که اهمیت داره سرش کار نکردیم. در مساجد دمی قدر مساجد افغانستان تدریس میشه، مولا امام تدریس میکنه، یک نصاب داره، یک برنامه تربیتی درست داره که فلانی کتاب خوانده شود؟ ندارد. کسی قاعده بغدادی را میخونه، کسی نورانی را بگوی از نگاه قاعده، کسی افغانی را، کسی دیگه شه رقم قاعده خوانده رایسته. باز بعد از او چی کتابا خوانده میشه؟ یکی را ببینی که اصول اشتگانی شیعه را میخونه، دیگر را باز ببینی که 4 کتاب بخارا را خوانده رایسته، به نام بخارا یاد میکنه اصلا کتاب مزخرف کدام جای دیگه است. دیگر را ببینی که دیگر را میخونه. یک نصاب سالم اسلام نداریم که با استوار به منهج قرآن و حدیث باشه، نداریم. علمای ما میگه ما خدمت کردیم. چی خدمت کردی؟ بده یک دستاوردی تانه. در افغانستان مدارس خصوصی امیالی بسیار است، الحمدلله علما کار میکنه. یک نصابی واحد برای ما پیدا کنه که او مفید برای شاگردا باشه. تا آل ایران در مدرسه او کتابا خوانده میشه که یقین به الله بکنه کفر بیان میکنه. نکنه این موقع از او نیست. دنیای کفر تا کدام سرحد رسید؟ ما برنامه داشته باشیم به اولاد وطن خود، به این مردم مظلوم خود. پدر و مادر ریش سفید شده به کدام عقیده؟ سبا مرگ سرش می آید. الله را میشناسه یا الله را؟ قدر الله را زیاد میشناسه، قدر سخی صاحب کدام میشه میشناسه؟ کدام میشه؟ پیشنهاد ما به می علما است، بس است گم کمی قدر تبلیغات کرده بس است، خودم در جهنم نبره. بانی که ما یک چیزی کار کنیم، تبلیغات و افواهات شروع کردید در جان ما. حکومت هم همی پیشنهاد میکنیم که ما را بگذاره آزاد. 4 دانه خواهر در یک خانه جمع شده نمی باشه؟ امنیت وقت رسیده از طرف کیسته؟ این چی است؟ چی میکنه؟ خو خواهر است اینا قرآن میخونه. کاش که همین رقم دم انجیلا که توضیح میشه همونجا خبری.
شراب که نوشیده میشه در مجلس خبری که از کجا شده؟ من خود شما را میگم که روز قیامت الله از پیش سوال میکنه. او جناب پیش ما آمده مرا تنگ میکنی، پیش از اون نرفتی، الله از پیش سوال نمیکنه. الله از پیش سوال میکنه. فذکرونی اذکرکم، یاد کنی نعمتای مرا. الله متعال میگه اذکرکم، من شما را یاد میکنم. یاد کردن الله آسان است چی؟ واشکرولی، سپاس گزاری مرا بکنه در تمام نعمتا. ولا تکفرون، ناسپاسی نکنه. یک آیت قرآن کریم است، اگر را خوب ترجمه کنیم مطلب و مقصدش بدانیم کل دین دی جمع شده خلاص. کل دین. فذکرونی، انسان چه قسم بنده الله میشه؟ الله برات میگه مرا یاد کنه. یاد کردن یکی یاد کردن است. صوفیا میگه نمیفهمی قرآن گفته که ذکر کنه مرا، الله نگفته که مرا ذکر کنه. مرا ذکر کنه. ذکر و چی را میگه؟ از خود تعبیرات داره، از خود جور کرده. یکیش میگه اینی تا محکم بگی خودش بپره، این ذکر است. اینطور میشه، این ذکر است. دیگهش میگه لنگی رو طرف پرتو، مویارا تا این جربان، دامن کلان جور کو. رقصی مولانا. رقص مولانا. اگر این گلنار بیگم رقص میکنه حرام است، اگر مولانا رقص میکنه حلال است. گلنار بیگم در استودیو و در سینما میکنه حرام است، خو مولانا در مسجد بکنه حلال است. چیخ زدن در بازار هم حرام است، پیغمبر چی نبوده. خو لیکن در مسجد بگوی این قدر چیخ بزن که لاسپیکر هم بپاره کو، اورم به نام چی؟ به نام ذکر. این حلال است. فیصله پیش شماست. ببینیم که حالت در کدام سرحد رسیده. چی گپا میشه؟ ذکر چی را میگه؟ ذکر چی میگه؟ لا موجود الا هو، لا مقصود الا هو. این خوب ذکرش است. وگرنه ذکر خدا چیست؟ توصیف پیری خدا کرده رویسته. خراسانی است، سمنگانی است، تاجیکستانی است، بگوی هر چیست، بغلانی است، چیست، ننگرهاری است. در یک دقیقه در عرش تو را میرسانه. اینی گپا را گفته بروی ذکر است. اول مفهوم ذکر یاد داشته باشید. مفهوم اصلی ذکر چی را میگه؟ انسان در هر لحظه به دل و جان، به عمق قلب الله در یادش باشه. سخن میگی الله در یادید، کار میکنی الله در یادید، حرکت میکنی الله در یادید، فکر میکنی الله در یادید، نیت میکنی الله در یادید. اینجا الله در یاد بودن چی معناست؟ ما ترجمه قرآن کریم آغاز میکنم، الله در یادم است. تلاش میکنم که ترجمه را آنقدر دقیق بکنم ادنا گپ از خود اضافه نشوه، غلط نشوه. چرا؟ الله در یادم است. الله در یادم است. من اینمی معامله را میکنم، مزدورکار هستم، مردکه مرا آورده میگه برای من اینی کار بکو، تا بیگاره مردکه رفت، یک نفر است در جای دیگه کار داره. اینجا الله در یادم است. من چی بکنم؟ کار چی رقم انجام بدم؟ بیشنم قرار تا که اون مردکه باز معلوم شوه، باز بگیرم زود انداخته برم یک چیزه که اینه کارگر، اینه کارگر. ذکری نیره میگه که انسان یک لحظه الله را فراموش نکنی. الله قطعت است، مطابق دستور الله حرکت کو، سخن بزن، هدف تعیین کو، خلاص. اینی اصل مفهوم ذکر است. الله که در قرآن ما را میگه فذکرونی، مرا یاد کنه در هر لحظه، در هر لحظه زندگیتان. خلاف دستور ما کار انجام نده. اذکرکم، من شما را به نصرت و امداد خود یاد میکنم. اگر تو به می هدف، به می نیت اینی کار تو شروع میکنی که مطابق تعلیمات و دستورات ما قدم میگذاری، من نصرتت میکنم، من امدادت میکنم، توفیق برات میدم. واشکرولی، زمانی که کاری نیکه تو انجام میدی، انجام داده میتونی، عالی نگویی، سینه تا نزنی که مستم. واشکرولی، قدر نعمت مرا بکن، استعداد ما برات داد که تو قادر به یه کار شدی. واشکرولی، نعمتی که برات دادم صحیح استفاده کن، مناسب به کدام هدف که من نعمت دادم که استفاده شو، بمو استفاده کن. ولا تکفرون، ناسپاسی مرا نکنه، نعمت غلط استفاده نکنه. الله برات آواز خوش داده، نشوه که در مجامع عام نعوذ بالله بیت خوانی بکنی، سری قرآن الله آواز تب مزین کو. قوت برات داده الله در جای استعمال کو که اونجا مناسب است. در جهاد استعمال کو. قوی نطق زبان استدلال برات داده الله، در راه دعوت استعمال کو. مال داده الله برای در راه جهاد دعوت استعمال کو.
وشکروا لی ایمان آورد. ایرا میگه فذکرونی. بعد از ذکر و نعمت ها و گپا الله متعال عالی برنامه تربیتی را بر ما بیان میکنه. چه قسم انسان کی اهل تربیت میگرده، چه قسم پذیرش پیدا میکنه، چه قسم آماده میشه، چه قسم عیار میشه. الله متعال میگه فذکرونی اذکرکم. توجهی تا بسوی الله متعال بکو با روح و جانت. مکمل تسلیم الله شو. الله دا یادت باشه عالی تربیه شده میروی، در درجه تکامل میرسی. عالی تو میتونی کمالات بسیار به دست بیاری. این کمالات به دست آوردن که تو خدا آماده کرده این نعمتهای بزرگ الله هست. این را شکرگزاری کن. استعدادت قوت پیدا میکنه. عالی تمام قوتهای تو توجیه میشه برای خیر، حرکت میکنه برای خیر. این نعمت بزرگ الله متعال است و در راه درست هم استفاده کرده میتونی. عالی دیگه شکرگزاری الله را بکن. علم حاصل کرده. ما در 1 سال از یک مدرسه از یک دوره 600 نفر فارغ شدیم. چند؟ 600. این شما واری حال بود مکمل دوری حدیث کردیم. اما وقتی که پرسان میکنم مولوی صاحب ام صنفی ما کجاستی؟ والا مولوی صاحب دمی خانه هستم. چی کار داری؟ تدریس، تعلیم، دعوت. نه این چیزا هم نیست. یک دکانک دارم. یک دکانک هست. اما کلانترین کسایی که خیلی نیکبختر است یک مسجد امامت دارم. خطیب هستم. خطیب. خود خطیب چی برنامه داری در خطابت چی میگی؟ والا انیس الواعظین کتابش هست از زمو تقریر کرده رویستم. انیس الواعظین که کلش چی باشه؟ حکایت های دروغ. اینطوری حالات است. اگر انسان الله را در یاد خود داشته باشه، با دل و جان تسلیم به الله شود، توجه به الله متعال بکنه، الله نصرت میکنه. الله خود فرموده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که کوشش خرج میکنه در راه ما، الله میگه ما راه ها را برش آسان میکنم. راه ها را آسان میکنیم. ما قصد کردیم در بدعت واقع نشیم، الله آسان کرده برای ما راه ها. در بدعت واقع نمیشیم الحمدلله. نزدیکترین دوستم از ما گله نداره که چرا دفعاتی ما در مسجد نامدی. میفهمه که مولوی صاحب دیجا نمیاد. خوش نداره ایره به خاطر که بدعت است. هیچ از پیشم گله نمیکنه. خود تو اگر نرفتی صبا مرده و زنده رم قطت کوتاه میکنه. الله برابر میکنه. فذکرونی ذکر 3 قسم است. یکی ذکر به زبان، یکی ذکر به قلب، یکی ذکر به اردویش. ذکر به زبان این میگه که تو در زبان سبحان الله الحمدلله الله اکبر بگی. ذکر به قلب میگه که تفکر در نعمات الله، تفکر در اسماء و صفات الله میکنی، فکر میکنی، میاندیشی کائنات الله را، صفات الله را، از او بری خود استفاده میکنی. اگر ما در یک صفت الله متعال تفکر بکنیم چقدر نتایج به دست ما میاد، چقدر نتایج. ان الله علیم بذات الصدور. الله علم داره به صاحبای سینه. کلی چیزایی که در وجود ماست الله علم داره. الله اکبر. این قدر توجیه کنه تو را در راه درست که پرسان نکن. یکی ذکر به زبان و به دل است. اصلی ذکر به زبان و دل است که هم در زبان تو الله میگی، هم در قلبت همین مقصد موجود باشه. اعضام ذکر داره. ذکر اعضا به عمل میشه که تو عمل سرش بکنی. یک چیز در قلب تفکر هم کردی، در زبان یادآور شدی، آلی تو در اعضا عمل میکنی. این را ذکر میگه. این نوعیت ذکر بود. الله میگه فذکرونی یاد کنی مرا. الله میگه به طاعت اذکرکم شما را یاد میکنم به اجابت. شما چی به طاعت ما شما را یاد میکنم به نعمت. اگر اطاعت مرا کردی من نعمت براتون داده رایستم. فذکرونی مرا یاد کنی به دعای به دعا. اذکرکم بالاجابت. ما شما را یاد میکنم به قبول کردن. فذکرونی یاد کنی مرا. یاد کنی مرا به چی چیز یاد کنی؟ فذکرونی مرا یاد کنی بالمجاهده. کوشش و طاقتتون خرج کنید اینجا. اذکرکم ما شما را یاد میکنم بالمشاهده. دیدار خدا نصیبتان میکنم. طاقتایتان در راه خدمت دین ما مصرف کنه، ما دیدار خدا براتون چی میکنم؟ نصیب میکنم. فذکرونی بالتضرع. مرا یاد کنی با عاجزی و تضرع.
اذکرکم، من شما را یاد میکنم. با چی چیز یاد میکنم شما را؟ با فضل، با احسان خود. زیاد احسان قد شما میکنم. فذکرونی، الله میگه مرا یاد کنی در جماعت مردم، در اجتماع مردم. اذکرکم در جماعت فرشته ها، فی جماعت الملائکه، شما را یاد میکنم. فذکرونی، یاد کنی مرا فی حالت الساعت، در حالت فراخی. اذکرکم فی حالت المصیبه، من شما را در حالت تنگی و مصیبت شما را یاد میکنم. فذکرونی فی جمیع الاوقات، اذکرکم فی جمیع الاوقات، در تمام اوقات مرا یاد کنی، من شما را در تمام اوقات یاد میکنم. چقدر الله چی کرده. یکی از بزرگا کنیزش گفت که الحمدلله الذی خصنی بذکره ایایا، ثنا برای ذاتی که مرا خاص کرده به یاد کردنش، مرا خاص کرده به یاد کردنش. بادارش بر رفیق تو از کجا میفهمی که تو را خاص کرده مرا خام الله یاد کرده باشه؟ گفت به خاطر که تو خواب بودی من عبادت تهجد میخواندم و الله گفته که فذکرونی اذکرکم، من الله را یاد کردم، الله مرا حتما یاد کرده. او تو خواب بودی الله را یاد نکردی، خب نبودی، مرا خاص کرد. پس انسان خودش بدانه که کی الله یادت میکنه. مردم ما میگه اینطور دعا میکنم اینطور است، تو الله را یاد کن. الله را کی یاد میکنی؟ در یاد الله وقتی میشی که تو الله را یاد کرده باشی، تو در یاد الله متعال باشی، اونجا الله یاد میکنه. واشکروا لی ولا تکفرون، شما شکر گزاری کنی. شکر گفته بودم نسبت نعمت به الله متعال نمودن، نسبت نعمت به الله نمودن، اقرار و اعتراف سر از او نمودن که نعمت از جانب الله متعال است. دوم است امین نعمت در او جای استفاده کردن که الله برای اجازه داده و برای کدام هدف و مقصد الله پیدا کرده، این را شکر گزاری میگه. دست الله متعال پیدا کرده یک نعمت است، نسبتش به الله بکو، اعتراف اقرار هم سرش بکو و بعد از او استفاده کو. این دست در او امری که الله برای اجازه داده و برای از او پیدا شده، در کمک خیر، در انجام عمل نیک، یک دست است، چشم است. هر نعمت الله را میتونه استفاده کردن. ولا تکفرون، ناسپاسی نکنه از نعمت الله. ناسپاسی را میگه نعمت ارزانی الله برات کرده، تو نسبتش و دیگه میکنی. اولاد الله برات داده، تو میگی نه سخی صاحب داده. شفا الله داده، تو میگی نه زیارت دیگه شفا داده. این ناسپاسی است. یا است که نعمت الله برات داده، اقرار هم میکنی که بله این نعمت الله داده، میگی که چشم الله برام داده، لیکن غلط استفاده استعمال میکنی. بجازی که قرآن ببینی نعوذ بالله میری چیستا غیر محرم میبینی، ایرا ناسپاسی میگه. ولا تکفرون، شما ناسپاسی نکنه. اگرچه نعمت ها کلش عام است، اما در جمع نعمت های خصوصی که قبلا پیغمبر علیه السلام من حیث نعمت بزرگ الله برای ما معرفی کرده بود، ناسپاسی از او نکنه. یاد کنی الله را یاد کنه، این نعمتش یاد کنه، شکرگزاری از این بکنه، قدرش بشناسه، پیغمبر قدرش بشناسه. پیغمبر قدر شناخته نشسته که کل برنامه زندگی خدا یار کنم مطابق برنامه پیغمبر علیه السلام، عبادت موافق عبادت پیغمبر، حرکت موافق حرکت پیغمبر، معامله موافق معامله پیغمبر، اخلاق مثل اخلاق پیغمبر، کلش مثل پیغمبر باشه. ولا تکفرون، شما ناسپاسی نکنه. ایتو رهبر معظم تثبیت شده از جانب الله متعال، دماغش الله تزکیه کرده، چشمش الله تزکیه کرده، قلبش تزکیه کرده، وجودش تزکیه کرده، گفتارش تزکیه کرده، از همه جانب تزکیه شده است. ایتو رهبر و پیغمبر انسان بگذاره برای دنبال دموکراسی لعنتی. یک ایتور پیغمبر آدم بروه نظریه و آرای یک عالم محکم بگیره، بعد از حدیث پیغمبر سرش وزن کنه که اگر او عالم حدیث تایید کرده بود قبول، اگر نکرده بود نه. اینجا ناقدری پیغمبر کرده. ولا تکفرون، شما ناسپاسی نعمت بزرگ نکنه، قدرش بشناسه. رسول الله شخصیت ممتاز است، تثبیت شده است، او الگو نمونه شده میتونه، او معصوم است، کسی دیگری معصوم نیست. آرا نظریات دیگر را، حرکت دیگر را مقایسه کو، وزن کو به تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، استعینوا، طلب امداد بکنه، بالصبر، و صبر کردن، والصلاة، به نماز خواندن. ان الله مع الصابرین، یقینا الله متعال امرای صبر کننده هاست.
ولا تقولوا نگوی لمن برای کسی که یقتلو کشته میشه فی سبیل الله در راه الله اموات که وا مرده هستند به مثل عادی مرده ها نیستند بل احیاء بلکه یا زنده است به نزد پروردگارشان به نوعیت زندگی که او زندگی برزخی است ولکن لا تشعرون لیکن شما زندگی برزخی را کلی تفصیلیش نداره معلومات نداره ولنبلونکم خامخا شما را امتحان میکنیم الله میگه ما شما را امتحان میکنیم بشین به یک چیزی من الخوف از ترس و هراس والجوع از گرسنگی و نقص من الاموال و دیگر نقصان در مالا و الانفس در نفسا و الثمرات در میوه ها و بشر الصابرین خوشخبری بده صبر کننده ها را پیغمبر علیه السلام کدام مردمه الذين مردم ها را اذا اصابتهم وقتی که میره صبرشان مصیبتون تکلیف در دورنج و غم قالو میگه انا لله ما مملوک الله متعال هستیم هر نوع تصرف دما کرده میتونه ملک خودش است و انا یقینا ما الیه بسوی خاص بسوی الله راجعون باز گشتلیستیم اولئک این مردمایی که صفت داره علیهم صلوات بالایشان کرامتای خصوصی است نعمتای خصوصی اکرام و عزت و تشریف دادن است من ربهم از جانب پروردگارشان و رحمت است مصیبت ها را از بین میبره حاجت ها را روا میکنه و اولئک همین مردم هم المهتدون یا راهیاب هستند استوار در خط مستقیم در دنیا میباشه محکم سری عقیده توحید ان الصفا یقینا صفا والمروه مقام مروه من شعائر الله از جمله علامات و نشانه های دین الله متعال است فمن حج البیت کسی که قصد میکنه بیت الله را او اعتمره یا زیارت بیت الله را میکنه عمره فلا جناح علیه نیست گناه بالایش ای یطوف بهما که طواف بردو صفا و مروه بکنه گردش بکنه دوجه و من تطوع کسی که جوان مردی میکنه انجام میده خیرن کارای نیکه فان الله یقینا الله متعال شاکرون قدری امی عملی نیکی بنده را داره پاداش برش میده علیمون میدانه نیت و ارادهشه که به کدام مقصدی را انجام داده ان الذين یقینا کسانی که یکتمون ما انزلنا پنهان میکنه آن چیزی را که ما نازل کردیم من البینات از دلایل روشن والهدى من البینات از دلایل روشن دلایل توحید والهدى او چیزایی که والهدى حدیث پیغمبر علیه السلام یا من البینات از عقیده توحید والهدى دلایل توحید من بعد ما بیناه پس از که ما واضح کردیم للناس برای بشریت فی الکتاب در کتاب خود اولئک ایتر مردمان که پنهان کرده حقیقتا را یلعنهم الله سرش لعنت میگه از رحمت خصوصی دور میکنه ایتر مردمان را و یلعنهم اللاعنون لعنت میگه بالای ایتر مردمان هر چیزی که لیاقتی لعنت گفتن داره الا الذين بجز از کسانی که تابو رجوع کردن از ایتر گناه خود و اصلاح خود اصلاح کردن حقیقت روشن کرد از خاطر میگه اصلاح کرد عمل خود و بیانو واضح کرد حقایق فاولئک ای مردم اتوب علیهم رجوع رحمت سرش میکنم قبول میکنم توبهشانه و انا التواب الرحیم بار بار قبول کننده توبه رحم کننده هستم ان الذين كفروا یقینا کسانی که انکار میکنه از دعوت حق از عقیده یکتاپرستی و نظام الله و ما تو میمرن و هم کفار در حالی که منکر میباشه از توحید الله اولئک ای مردم علیهم بالایشان لعنت الله لعنت الله است والملائکه از ملائکه است و الناس از مردم است اجمعین است تمامیشان لعنتشان سرش است خالدین فیها همیشه میباشد این لعنت لا یخفف عنهم العذاب سبک کردن نمیشه از عذاب ولا هم ینظرون مهلت هم برشان دادن نمیشه که یک کمی دمراسی کنن و الهکم اله واحد معبودی بر حق معبود ذاتی که قابل پرستش و بندگی است اله واحد یک الله است لا اله نیست لایق پرستش و بندگی الا هو بجز از الله الرحمن اتر الله که خیلی مهربان است رحمتش فراهم گرفته کل مخلوقاته الرحیم که رحم کننده خاص است در اینجا بعد از الله امر به ذکر کرده بود عبادت مهم عبادت دائمی در قرآن کریم این قدر که امر به ذکر شده به یک چیزی دیگری نشده از خاطر انسان در یک مرحله از ذکر الله خالی نباشه ذکر الله را براتون گفتم که الله یاد باشه که همون برنامه را پیش میبری مطابق دستور الله شود این را ذکر الله میگه این عبادت خیلی عام است وضو طلب نداره کیفیت طلب نداره خواستی بیدار استی در پهلوستی نشسته استی روان استی استاد استی سری مرکب استی در موتر استی در جای استی ذکر الله میشه
هیچ وقت به ذکر الله متعال نیست. عبادت خیلی مهم است. خود ذکر عبادت است. عبادت و ارنا مناسکنا بر ما نشان بده کیفیت عبادت. یک ترجمه موجه امی بود. معلوم شد کیفیت های عبادت از طرف الله متعال و پیغمبرای خود نشان داده میشه. بعد از پیغمبر عملا برای امت تشریح میکنه او را. نماز از طرف الله بود. کیفیت عبادت نماز تعلیم داده شده به پیغمبر علیه السلام از طرف الله. پیغمبر بر ما تشریح کرده چه رقم نماز بخوانیم. ذکرم عبادت است. ذکرم عبادت است. پیر صاحبا را مریدایشان برا بگوید با کدام کیفیت، کدام حلقه، کدام طریقه که یا ذکر میکنه، هیچ دیگه سوال از پیشش نکنه. هم یک سوال از پیشش بکنه، برش بگوید ذکر عبادت است یا نه. عبادت به طریقی کی میشه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش بگوید امی کیفیتی که ما تو ذکر میکنیم پیر صاحب امیر برای ما ثبوت بده از پیغمبر. خلاص. مکی مریدا پیشم میاد میگه چطور است این طریقه ما روا یا ناروا است یا نه. من برش میگم خلاص بیادرک کن برو پیش پیر صاحبت یک سوال از پیش بکن، دوم هم نه، هیچ چیز نه. با می طریقه که تو ذکر میکنی ما را امر میکنی امیر از پیغمبر برام ثابت کن، خیر و خلاص. دیگه جنجال خلاص است. دیگه جنجال خلاص است. یک بدبختی که به حساب شماره ها آیات های قرآن تفسیر کرده رایسته امیر بگو همین طریقی که تو اختیار میکنی از پیغمبر بر ما ثابت کن. ما عقیده داریم که تمام کیفیت های عبادت کی تشریح میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما تشریح میکنه. پیغمبر روی دور داده استغفر الله گفته، خب با یک زبان نگفتم روی صحابه که کلگی یک کمی منتظر واریشه و باز بگه استغفر الله، ملام بگه باز مقتدی قطعش یک جای بگه استغفر الله، باز منتظر شه باز بگه استغفر الله وام بگه. حالی آمده خود حدیث 3 دفعه استغفر الله، خب کیفیتی دست جمعی نامده. هر کس سلام دور داده اما طور خود به خود استغفر الله گفته خلاص. یک آواز جور نکده. این جنابا چی میکنه؟ سلام کمی دور داده شد لا اله الا الله لا اله الا الله. دیگهش باز از این طرف شروع بکنه شمالی لال ازاره لا اله الا الله، باز استاد میشن لا اله الا الله. ای از کجا کشیدی؟ دین فامی گپ یادی نیست. اینا که من براتون میگم اگر این گپ در کدام مسجد باشه میگه که بهترین ذکر برادر. اینا چرا بهترین ذکر میگه؟ شیطان کاری خدا کرد. شیطان میگه که هم ذکر کردن خو لیکن به طریقی که نه رسول الله نه، ذکر کردن به طریقی رسول الله نه، محنت کشیدن خو قبول نه. شیطان اینا دیگه قوت میده از دینت خوب مزین میکنه شد او خوش شیطان میآید. چرا؟ شیطان خوش شد. شیطان گفت بله به زعم خودش من عبادت کردم، خبر نیست که بدعت کرده. به زعم خود عبادت کرده اما خبر نه که عبادت کرده. هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. الله میگه بگوی پیغمبر علیه السلام شما را خبر بدم به اون مردمایی که سخت خسارمند و تاوانیسته، امو کسایی که گمان دارن که ما کاری نیک کردیم خو لیکن او کاری نیک نیست. به نام محبت پیغمبر شکی نیست که مردم پول میندازه بند میلاد. به نام محبت پیغمبر میندازه، من یقین دارم به اخلاص میندازه، لیکن به طریقی کی نیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. به طریقی رسول الله نیست. ختم به نیتی ثواب کرده میشه در تراویح، لیکن به طریقی کی نیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. آلی ما و شما فهمیده بودیم که عبادت دو شرط داره بعد از ایمان، یکی که خالص برای الله باشه، دوم موافق سنتی کی کلی اهل بدعت و اهل باطله. فقط یک دلیل برش پیش بکنی، یک سوال از پیش بکنی، بگو طریقای تانه ثابت کنی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم که این طریقه از پیغمبر ثابت است، خیر و خلاص. کل فرقه های بدعی چی بشه؟ خلاص است دیگه. ثابت کنی خلاص از پیغمبر علیه السلام.
کیفیت عبادت پیغمبر بر ما بیان میکنه. دیگه از کجا ایره پیدا کردی؟ تو خو این طریقه را نقشبندیه میگی، محمدیه نمیگی. سند نداری بچه کاکا؟ سند داری از پیغمبر؟ در قضای حاجت که ما میریم سند ذکر است. کتابای حدیث بخشا داره، کتاب طهارت، کتاب صلات، کتاب رمضان، کتاب حج، کل عبادات بخشا داره. پیغمبر طریقه قضای حاجت هم برای ما تعلیم داده. چی داده؟ چند سنگ یا چند قلوخ چند کاغذ استنجا بکنیم، این را برای ما تعلیم داده. چی بگوان داره؟ تصوف یا فرض میگه. چی میگه؟ این چیزی فرض در حدیث هیچ نبیاره. این کتاب حدیث هیچ یک باب نداره که باب فی التصوف، باب است در بیان تصوف. چرا نمیاره؟ در کجاست؟ در کجا ذکر میکنی؟ از او خاطر الله که امر به ذکر کرده، ذکر رسول الله کرده. رسول الله که کدام؟ پناهگاه مسلمان 30 روپه بیش است، تقریبا یا 25 روپه. خردک کتاب است، اما اصلش 50 روپه است. کل دعاهای ضروری، کل دعاهایی که به سند صحیح ثابت است موجود است. برادر و خواهرها اینجا رقعه ها نوشته میکنه کدام دعا بخوانم. دیگه دعا را سوال نکنی، اونجا کتاب بخر، در کل عمرت کل دعاها را یاد بگی، ورد و وظیفه خود قرار بده و او را خوانده برو. اینمی دعا ذکر. آلی امی دعا و ذکر طریقش کی برای ما گفته؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته. چی ضرورت است که نفری دیگه مرا بگویه که بگو 100 دفعه را بخوان، 50 دفعه را؟ اینا کی گفته؟ آیا غیر از پیغمبر دیگه پیر بگیرم؟ یک پیر ما خود پیغمبر است، یک پیر ما خود پیغمبر است، وظیفه داده. دیگه پیر ما از کجا بگیریم؟ از پیغمبر که بالاتر پیر پیدا میشه؟ نمیشه. از او خاطر ما در مذهبم محمدی استیم، در طریقم محمدی استیم، در شریعتم محمدی استیم و در دینم محمدی استیم. محمدی 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 شعار ماست. منهج ما کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. دیگه دلی هر کس که هر طرف میره با خود پیر میگیره دلش، فقیر میگیره دلش، هر چی که میکنه خود نخواد که در جنت بره. این راهی که تو میری به ترکستان است. فهمیدی؟ یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. بله، دعوت رای پرپیچ است، سختی و تکلیف داره. شکرگزاری نعمت الله ادا کردن بری خود سختی داره. خواهر آمده ترجمه را یاد گرفته، برادر آمده اینجا سلفی شده، عقیده حق پیدا کرده، در خانه میره مطابق سنت رسول الله. اونجا چی میکنه؟ آلی عمل میکنه، آلی شروع میشه، گفتارا شروع میشه، روزگارا شروع میشه، آلی زدن کردن، بدگویی، از خانه کشیدن. الله بر ما دستور میده یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آورده. هر جایی که یا ایها الذین آمنو میه اشاره به این میکنه که محبت که کدام چیز ذکر میشه از مقتضیات ایمان است. ایمان است تو تقاضا داره، ای از جز ایمان است. این را در جمله ایمانیات شمار کنی، ضروری است یاد بگیری. یکی. دوم، تو را تحریک میکنه، تو را انگیزه میده، تو را انگیزه میده. ای مردکه، کسی که ایمان آورده ای، کسی که دعوای ایمان نداره، ما به او کسایی که قلبایش مرده است از ایمان دایش وجود نداره واره آواز نمیدیم، خطاب نمیکنیم. ما شما را هر روز که میگم، شما را به این خاطر میگم که ایمان در قلبتان زنده است، حرکت میتونه. ما مرده دلا را نمیگیم، ما نشیط و فعال میگیم. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آورده، استعینوا بالصبر، طلب امداد بکنی به صبر کردن، و الصلاة، به نماز خواندن. دو چیز، دو نسخه را برای ما میده برای رسیدن به هدف، کامیاب شدن در دعوت ما. دو چیز خیلی ضروری است. اول چیز صبر. استوانه تمام عبادت های الله صبر. بی صبر هیچ عبادت الله را سر رسانده نمیتونی. اگر تو در تابستان در روزه صبر نکنی، نمیتونی روزی خود تکمیل نکنی. در دم پیشین در یک باغ میروی، میوه کشال است، شفتالو پخته شده، او سخت برش چی هستی؟ صبر میکنی. صبر نمیماند. سه قسم صبر ما داریم. یکی صبر علی الطاعت است، سری بندگی الله صبر کردن. نماز میخوانی، صبحکی که تو میخیزی از خوید، بسیار بخوام هستی، پدر صدا میکنه بخی، ملاق میخوری او طرف، بخی ملاق میتری او طرف، او کده. صبر است. آلی تو صبر است که تو میتونی نماز صبح بخوانی.
روزه را میگه این صبر علی طاعت میگه، سری بندگی الله. یکی صبر عن المعصیت است، صبر از گناه برات پیش میشه، حالی تو صبر میکنی. گناه دعوت تو را میده که بیا خوب جای است، اینی کار بکن، اینی عملی ناشایسته را بکن، تو صبر از معصیت میکنی. یکی صبر علی المصیبت است، تکلیف و رنجی که برات میرسه، مصیبت و تکلیف، تو سرش صبر میکنی. سه قسم صبر است. اول چیزی که برای بنده ضروری است در راه دعوت و پیشبرد امور دین خود، از صبر استقامت کار بگی. بی صبر استقامت هیچ کار در سر نمیرسه. او درس است برای آدم. ما وقت مستفید از برنامه های مفید پیشیم که از صبر کار بگیریم. علم حاصل کردن در یک نتیجه رسیدن گپ عادی نیست. امی علم قرآن حدیث خواندن گپ عادی نیست. برای حصول کیمیا و بیولوژی و فیزیک از طرف دولت افغانستان پانتون جور شده، پانتون لیلیه میده، خرچ و مصرف میده، استاد برش گرفته، کل سهولتا برابر است، کل سهولتا. یک مرکز برای ما نشان بده که برای تخصص قرآن و حدیث انتخاب شده باشه، دولت خرچ و مصرفش بده، نشان بده مرا. از او خاطر اینمی علما بیچاره در گرمی های پاکستان میره و نانی وظیفه جمع میکنه، گدایی، نانی گدایی جمع میکنه. با این قدر محنتی درس میخونه که هیچ پرسان نکو. ای تو روزگار سری خودم آمده که کالا را به دست ششته نتانستیم، از دستی که دانه در دستم بر آمده، هوای پاکستان سرم خراب شده، قطی پای کالای خودش ششتیم. قطی چی؟ پای. کسی رم نگفتیم که بیایی را خشمه کو. ای تو روزگار سر ما تیر شده. ما علم همو تو آسان یاد نگرفتیم. ای طور وقت هم شده که پشت نانی گندم بگه چشمای ما میفتاد که کمک نانی گندم پیدا شد. همونطور. لیکن وقتی اینجا بیایی و تاپم سرت بزنه وهابی، حتی سلام هم کس برات نده، بد برات سعی بکنه، نه تنها بیرون در خانه پدر و مادر برات بد سعی کنه. حالی مرد هستی استقامت اختیار کن. قرآن از او خاطر برات میگه که واستعینوا بالصبر، طلب امداد بکنه توسط صبر، از صبر کار بگی. اگر ما گپای پدری خدا است همینجا در مجلس است، در روزای اول میگرفتم حالی هی گپا نبود، مرا میگفتم این دیگه مولا نیست، قند و قرود کده میزنه میخوره، میگه قند و قرود کده میگه میخوره. یعنی معنیش چی بود؟ معنیش چی میفهمی؟ یعنی تو قند و قرود کده بخو، چی پروایش داری؟ صبر کار است، در هر برنامه صبر بکار است. و الصلاة، نماز امداد حاصل کنه توسط نماز، توسط نماز امداد حاصل بکنه. چرا؟ توجه تو به امرای الله متعال که پیدا میشه توسط نماز است. پیغمبر اذا حزبه امر صلى، با پیغمبر که چیزی مشکل و سخت پیدا میشد نماز شروع میکرد، نماز رجوع میکرد. چرا؟ توجه انسان اونجا به الله یک دم پیدا میشه، از هر طرف بگوی امیدت کنده میشه، به یک الله امیدت وابسته میشه. از او خاطر ما همیشه میگیم فلانی مشکل داره حل نمیشه، فلانی او برادر قرآن برات نسخه داده، قرآن برات نسخه داده، صبر اختیار کو، از نماز کار بگی، عبادت الله را بکو، بعد از او دعا بکو، از الله بخوا که مشکلت الله حل بسازه، به الله خدا نزدیک کو، توجهت برقرار کو. ان الله مع الصابرین، الله امرای صابر است. معیت الله چیست اینجا؟ مراد از معیت الله نصرت و امداد الله است. اگر تو از صبر کار گرفتی، نماز عبادت الله را توجهت مکمل به امرای الله کردی، الله تو را همونطور گذاشتنی نیست. موسی علیه السلام تعقیب میشه توسط فرعون، بنی اسرائیل وار خطاست. موسی علیه السلام میگه الله امرای ماست، میفهمه معیت و نصرت الله امرای ماست. پیغمبر علیه السلام امرای ابوبکر رضی الله عنه در غار، پایای دشمنا در دانی غار معلوم میشه، ابوبکر رضی الله عنه وار خطاست که آلی زیر سعی کنه، ما دیده میشیم. ابوبکر رضی الله عنه غمی خود نداره. ابوبکر در فکری عزیز که دین تباه نشود، داعی بر حق از بین نروه، رسول الله از بین نروه، از او خاطر آب دیده از چشمش میریزه، خیلی مضطرب و پریشان است. رسول الله برش میگه لا چیست؟ لا تحزن ان الله معنا، غم نکو، الله امرای ماست. امرای الله را میبینی،
چه قسم نصرت میکنه؟ تار عنکبوت ددان غار دیستی چیسته؟ عنکبوت وقت تار دوانده. کبوتر بگوی آشانه جور کرده، کفارش فکر نکنه. آدم در اینجا داخل شه و تار عنکبوت بگوی سالم باقی بمانه ددانی دار، هیچ امکان نداره. پرنده آدم در اینجا باشه پرنده آشانه جور میکنه، هیچ امکان نداره. الله به مخلوقی خود نشان میده که الله بخواه نگاه کردن کسی را توسط ضعیفترین چیز که تار عنکبوت است توسط ازو نگاه میکنه. میتونه نمیتونه؟ میتونه. نصرت الله قطعت باشه. نصرت الله این الله، نصرت الله برای کسی است که صبر و نماز دو خصلتای خیلی دشوار قطع خود جمع بکنه. او وقت بازی کامیاب میشه. برنامه دعوت ما کامیاب نمیشه، خب ما دعا نمیکنیم. پدرم دو میزنه، دعا کو برش که الله اخلاق نیک برش بده، بشه ان شاء الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، نگویی در راه برای کسایی که کشته میشه در راه الله اموات که وا مرده است، مثل مرده های عادی. مرده های عادی واری نیست، بل احیاء، بلکه وا زنده است به نزد پروردگار به یک زندگی بگوی خاص که عالم برزخ است، زندگی برزخی است. این تفسیر از خود نمیکنم. در آیت دیگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. کلمه عند ربهم اونجا ذکر است، به نزد پروردگارش رزق داده میشه و زنده است. او زندگی رو تو نمیفهمی. سه عالم زندگی ما داریم. یکی زندگی دنیاست، اینجا روح تابع بدن است، بدن استفاده کرده رویست روح تابعش است. یکی عالم برزخ است، روح استفاده میکنه بدن تابعش است. یکی آخرت است، اونجا دیگر روح و بدن هر دو مستفید است. زندگی برزخی خلاف زندگی دنیاست. هیچ وقت زندگی برزخی قطعی زندگی دنیا همسان و هماهنگ نیست، برابر نیست. کسایی که میگه پیغمبرها زنده است، شهدا زنده است، و کدام زندگی؟ اگر برزخی میگی صحیح گپ است، قرآن گفته. اگر میگی به دنیا زنده است، باز تو خیلی خائن هستی که رسول الله را چهرهش زیر خاک کردی. باز تو خیلی خائن هستی که شهید زنش نکاح کردی. اینقدر خیانت در حقش میکنی، مالش تا میراث تقسیم میکنی و بدبخت. ازی سیکو کلمت حق ارید بها الباطل. میگه انبیاء علیهم السلام در قبرهای خود زنده است، کلمه حق است، بالکل زنده است. کدام زندگی؟ زندگی برزخی یا زندگی دنیا؟ زندگی برزخی. سر پیغمبر جنازه خوانده شده یا نشده؟ در قبر مانده شده یا نه؟ قبرش حالی دیده میشه یا نه؟ اگر زنده دنیا می بود قبر می داشت. شما زنده است قبر داری؟ عجیب است. سعی کنی ازی باز چی میگیره؟ انبیا زنده است در قبرهای خود نماز میخونه، یعنی چی مانا؟ زنده است اگر شما درود میگی میشنوه. او مرد که نمیشنوه، او خواهی در مدینه منوره. بله ملک الله معذف کرده که درود میگی به پیغمبر میرسانه. الله قدر و منزلت به رسول الله داده، خودش نمیشنوه. کسی که مسئله شنواره به پیغمبر میکنه تهمت میکنه، غلط میگه، خلاف عقیده اهل سنت والجماعت است. چرا میگه که مرده میشنوه؟ دروازه را باز میکنه به اینکه مردم سری قبرها بیاید، دروازه شرک اله باشه، مردم دیگه امی قبر حاجت روا بدانه. از همون خاطر به مردم انگیزه میده که اینی قبرها اینی طور شخصیت است. صحیح کنی؟ کلمه حق اراده باطل میکنه این مردم. ولا تقولوا لمن يقتل، نگوی برای کسی که کشته میشه اموات فی سبیل الله، در راه الله اموات، مرده نگوی. چرا اینطور میگه؟ اونجا الله گفت که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. راه دعوت پر پیچ است، حرکت میکنی، صبر و استقامت از پیشت میخواه، دعاها توجه تا به الله برابر میکنی، لیکن اینقدر مردمای غلط و نادرست پیدا میشه نمیمانه تا حتی تو را شهید میکنه. چی باید بکنی؟ خود در مرگ بدی یا ندی؟ قرآن برات میگه غمی شهادت دم چوران نداشته باش، تو در حقیقت زنده استی. در ظاهر مرده استی لیکن در حقیقت زنده استی. در ظاهر مرده استی، جنازه تام خوانده میشه، مردم دنبال درفت در قبر مانده تا، اما برنامه حرکتت هدفت بگوی کدام اندیشید که است؟ او زنده است، او نمرده، او ادامه پیدا میکنه. مردمایی هستند که همین راه تو را تعقیب کرده میره. رسول الله از دنیا رحلت کرده، خب برنامه جهاد چیست؟ زنده است.
روزمره به صدها نفر آماده به قربانی است. روزمره مفت خو نیست. دنیا را در لرزه نآورده استشهادی، دنیا را در لرزه آورده، مفت خو نیست. و ما در جانت بسته که برو در جانی کافر. مردم ها انتقاد میکنه، پرزه ها نوشته میکنه انتحاری را چی میگی؟ انتحاری را و مردم انتحاری را ما حرام میگیم، گناه کبیره میگیم. انتحاری را میگه که نعوذ بالله از دنیا تنگ آمده، از زندگی تنگ آمده، اینی کارا را میکنه. این انتحار میگه. استشهاد جداست. کسایی که میاد در بین مسلمان ها خدا انفجار میده، این انتحار است، استشهاد نیست. ما شرطا را براتون گفتیم و شرطا را در نظر بگیره. وقتی که شرطا پوره شو استشهاد میشه، تا که شرطا پوره نباشه استشهاد شده نمیتونه. خو لیکن استا نفی نکنه، نفی نکنه. ای استا مسلمان ها پیدا میشه، روح و جان خود مکمل قربان دین میکنه. میگه بان که هیبت و لرزه سری کافر بیاید جان ما در خطر باشد، دین زنده باشد. دین امروز دنیا را در زانه هم یک عملیات شانده، خلاص دیگه عملیات ها کلش ناکام است. یعنی یک عملیات مونده. دنیای کفر که فرار میکنه، چرا فرار میکنه؟ از هر جای از همین میترسه. او تو میگی نه. قرآن بر ما میگه رای دعوت رای پرپیچ است، مرگ و زندگی داره، لیکن او مردکه مرگ نیست بلکه زندگی است. زندگی است. ما یک اسلحه داریم که کل دنیا بزنه قط ما نداره. ما یک اسلحه داریم کل دنیا بزنه، هر رقم اسلحه مدرن پیدا کنه او اسلحه را یا نداره. او چیست؟ ایمان. عقیده به این داشتن که مرگ ما فنای دائمی نیست، مرگ ما زندگی است. مرگ ما چیست؟ زندگی است. زندگی این را عامل مهم برای چی است؟ بگوی حرکت دادن جهاد است. جهاد که در حرکت میاد توسط اینمی انگیزه میاد. جواب برای اونمو منافقین است. سر و صدا را شروع کرده بودن، وی وی فلانی خان رفت، در پیش یک قاربش می آمد، چقدر خوب آدم بود، چی نوجوان، چقدر نو در جوانی رسیده بود، اشتوککایش اینجا باقی مانده یا چی بخوره. وی 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 منافقین همینطور میکنه. خب دل شکنی میکنه، فکر شکنی میکنه، مورال شکنی میکنه. می آمدن در مجالس میگفتن وی فلانی خان چقدر خوب آدم بود، یک قدر خیرش به مردم میرسید، رفت خدا زد، والا بی جای رفت، بی جای رفت، اولادکایش باقی مانده. این سبب چی میشد؟ دل شکنی مجاهدین و مسلمان ها میشد. الله متعال برای از بین بردن این تبلیغات سوی از قرآن اعلان میکنه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. نگوی کسی که در راه الله کشته میشه که او مرده عادی است. نه 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 نه، او زنده است. ختمش زنده است، حرکتش زنده است، هدفش زنده است، نامش زنده است، نشانش زنده است. نشانش زنده است. چیش زنده است؟ عملش زنده است. کسی که در رباط، در سرحد مسلمان ها، در دفاع مسلمان ها شهید میشه، عمل نیکیش همیشه تا روز قیامت جاری باقی میمانه، روان است برش، نوشته میشه برش. رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا و ما فیها. قرآن حدیث میگه، رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شب پیراداری کردن در سرحد مسلمان ها که برای حفاظت آبرو و عزت مسلمان ها و نظام مسلمان ها تو یک پیراداری گک میکنی، یک ساعتی 60 دقیقه نه، یک لحظه. رسول الله میگه خیر من الدنیا و ما فیهاست. چی تصور داره که یک آدم کلی اندیشه و فکر و عمرش در خدمت دین، در حفاظت دین باشه؟ خدمت و حفاظت دین تنها توسط کلاشینکوف و راکت نمیشه. حفاظت دین توسط قلم، حفاظت دین توسط زبان، حفاظت دین توسط جور کردن مرکز، حفاظت دین توسط درس قرآن، حفاظت دین توسط درس حدیث، حفاظت دین توسط دعوت. شعبه های مختلف داره، شعبه های مختلف داره. شکی نیست که در مصداق اولی حفاظت دین کدام سنگر است؟ سنگر راکت و چیز دا شکه و ای گپا هست. ای را باید اعتراف داشته باشه. ای سنگری موارد ترسندا، صحیح است؟ ای سنگرای ترسندا. او سنگری بگوی سنگرایی که نمی ترسن. این مصداقش است. جهاد سنام اسلام است.
جهاد سنام اسلام است. قرآن الله متعال به بندگان خود انگیزه میده در این طورا کشته شدن ایره مرگ تلقی نکنی مثل عادی، بل احیاء، بلکه یک زندگی به نزد الله هست. پیش الله آدم زنده باشه که الله قدرت میدانه، الله عزتت داشته باشه، دیگه چی کار داریم؟ دیگه چی به درد میخوره؟ به نزد الله زنده باشی. قرآن از خاطر میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. پیش پروردگار خود رزق برش داده میشه. رزق تو فرق داره، رزق تو به مشقت، تکلیف، رنج، اورام بعضیش حلال، بعضیش حرام، بعضیش گوارا، بعضیش ناگوارا، بعضیش مفید، بعضیش نامفید تمام میشه. لیکن او رزق از کیست؟ از الله متعال است. به محنت است، به عزت است، گوارا است، هیچ درد و غم و رنج نداره. برز از او خاطر در عالم برزخ که ما و شما قبر میگیم، قبر یا روزه از روزه های چیست؟ جنت، یا چقوری از چقوری چیست؟ اگر عمری تا دعوت دین و در جهاد تیر کرده بودی، قبر چی است؟ روزتون من ریاض الجنه. اگر نیکی دنبال خواهشات نفسانی و هوا پرستی گشته بودی، الله را نشناخته بودی، حفرت من بگه حفر النار، چقوری از چقوری های جهنم است برات میگه. بل احیان ولکن لا تشعرون، بلکه یا زنده هستند به زندگی برزخی. ما را میگه ولکن لا تشعرون. قرآن میگه شما شعور نداره، خبر نداره از تفصیل زندگی از یا ما نمیفهمیم زندگی را. خیری مردم که میگه او زندگی دنیا را برش ثابت میکنه، قرآن تکذیب میکنه یا تصدیق تکذیب میکنه قرآن کریم. الله میگه نمیدونی یا میگه نه، هر کار میتونه، آوازی تو را میشنوه، شفام برات داده میتونه، مشکلی تا عمل کرده میتونه. ولنبلونکم بشیء من الخوف، بله الله متعال روحی تازه را در وجود بندگان خود دمید. بندگان خود الله متعال انگیزه داد در راه دعوت دین و خدمت دین. کشته شدن شما ای را فنا تلقی نکنی، ای بقاست، ای بقاست. پس ما را ترغیب میده که در همچو زندگی انسان عمر خود سپری کنه، نه در زندگی که تلخی و بگوی سختی نداشته باشه. خلاف نرم و آسوده سری پالنگا خو کده برو. ولنبلونکم بشیء، خامخا شما را امتحان میکنم به یک چیز من الخوف، از ترس و هراس، والجوع، گرسنگی، و نقص من الاموال، کمی در مالا، و الانفس، در نفسا، و الثمرات، در میوه ها. امتحان است. و بشر الصابرین، بشارت بده کسایی که صبر کننده است. درس عجیب است برای مؤمنا، درس عجیب است. مؤمن که ایمان آوردی این امید نداشته باش که راحت باشم، نه، امتحانات الله یکی پی دیگر دنبال دامده رو ایسته. گاهی به تکلیف سختی، گاهی به نقصان مال، گاهی به نقصان اولاد، گاهی مال از پیشت از بین میره، گاهی در وجودت نقصان پیدا میشه. خب کلش امتحان الله است. در مصائب تو را امتحان میکنه که صبر میکنی یا نه، در نعمتات تو را امتحان میکنی که شکر گزاری میکنی یا نه. پس دنیا دار امتحان است، سرای امتحان است. ما در هر لحظه مورد امتحان الله قرار گرفتیم. الله امتحان میکنه. ما شما را خامخا امتحان میکنه به یک چیزی من الخوف. این چیزا دو قسم است، ام تکوینی شده میتونه، ام تشریعی. تشریعی را میگه که در اختیار ما قرار داره، بعد از الله ما را امتحان میکنه. از جمله چیزایی که خوف است، خوف از الله ترس داشته باشیم، جهاد سر ما فرض کرده، یه امر تشریعی است، اختیار بر ما داده. آلی الله ما را امتحان میکنه که مردک از جهاد میترسه نمیترسه، از مرگ میترسه نمیترسه، خلاص مورد امتحان الله قرار میگیریم که ما چی میکنیم. این خوف است. والجوع، از گرسنگی، روزه را سر ما فرض کرده الله متعال، آلی آن قدر گرسنه میشیم که نفس ما میبرایه، الله امتحان میکنه که تو باش تا چی اندازه را استقامت اختیار کرده میتونه. و نقص من الاموال، نقصانی مالا را صدقه بده، به اولاد دست خود پیدا کرده لیکن یتیم بده، فقیر بده، بیوه بده، معیوب بده، خودت پیدا کرده، زکات بده. این نقصان مال است. این امر تشریعی میگه، الله در اختیار تو گذاشته که تو چی میکنی. والانفس، از نقصان نفسا،
امر تشریعی. نقصان نفسی تبکو، برو در جهاد، گاهی دستید از بین میره گاهی خودید. و ثمرات از میوه ها، عشر زحمت بکش دیقانی بکنی که آخر ده یک از او داده بده، برو ده یک مستحق. این امتحان الله است سری تو که انجام میدی یا نمیدی. این را میگه امتحانات تشریعی. تو اختیار داری، الله تو را مکلف کرده، اختیار داری. ثواب و عذاب هم سر از این مرتب میشه. جنت و دوزخ هم سر نیم امر اختیاری مرتب میشه. کدام را انتخاب میکنی اونم قسم نتیجه و ثمره هم برات داده میشه. یا امتحانات تکوینی است. تکوینی او را میگه که دی اختیارت نباشه، امو رقم سرت میاد. خوف مثل چی واره؟ ناگهان اینطور کفار پیدا میشه، زندگی به امن نمیتونی، این ترس است از جانب الله سرت آمده. حالی تو چی میکنی که دی ترس خدا میبازی؟ بس اوقات ترسا مردم وادار به میسازه، عقیده خدا اعلام میکنه، قطعی مردم نمیشه. کمونستا آمدن گفت بره دیگه اعلام کنه، دین می نبگذاره. خوف است. والجوع، گرسنگی را الله میاره، قحط سالی ها میاره، فقیری سرت میاره، هیچ چیزا پیدا کردن نمیتونی، الله امتحانت میکنه. دینی تا میفروشی یا نه؟ ناموسی تا دیگه جیروان میکنی یا نه؟ چی میکنی؟ دو. سوم، و نقص من الاموال، نقصان مالا، و الانفس از نفسا، نقصان مالا میشه. بوز گوسفند داری، تبک برش اوالا میشه، یکی میمورد دیگه حلال هم نمیتونی، نقصان مالا میشه. چه رقم مال نقصان میشه؟ سیل میاد خانه تمام کمل میبره، طوفان میشه، برف کوچ میشه، همین رقم حالتا سرت میاد. والانفس، نقصان نفسا میشه، مریض میشی، کار کرده نمیتونی، پول و پیسیت مکمل ده هندوستان و ده آلمان مصرف میشه، ده پاکستان، اینجا خود دکترها مکمل تباید کرده، نقصان نفسا میشه. و ثمرات، نقصان میوه ها، جاله میشه، کلی سر درختی را میزنه، چیزا درخت خوش برات باقی میمانه، دانه های گندمی تا یک دم سیاقاق میشه، چیزام نمیشه. این کلش امتحانات الله متعال است. امام شافعی رحمه الله میگه مراد ثمرات گرفتن اولاد است. گاهی الله آدم امتحان میکنه به اولاد گرفتن، جگر گوشه تا گرفتن. ثمره و میوه دل انسان اولاد است که اولاد بگیره. این کلش امتحانات الله است. الله چی میگه؟ و بشر صابرین، بشارت بده، خوش خبری بده پیغمبر علیه السلام صبر کنندارا. الذین، او مردمارا، اذا اصابتهم مصیبت، وقتی که میرسه برشان مصیبت، قالو میگویا انا لله، ما مملوک الله متعال هستیم، هر نوع تصرف دما کرده میتونه، و انا الیه، یقینا ما خاص بسوی الله راجعون، بازگشتنده هستیم، آخر ما هم طرف الله رفتن استیم. اینی صابرا را پیغمبر الله میگه خوش خبری بده، این مردم میدان برده. الله پیغمبر خدا امر میکنه خوش خبری برای صبر کننده بده. کدام صبر کننده؟ که دو کلمه را استعمال میکنه. خدا مملوک الله متعال قرار داده، انا لله، ما مملوک الله هستیم، مالک در ملک خود در نوع تصرف میکنه، مالک در سرزمین زمینی خود یک سال پیاز میکاره، دیگه سال زردک، دیگه سال را گندم میکنه، هیچ کس سرش انتقاد اعتراض نمیکنه. درختای خوب نورس رسیده میگیره، قارش میاد، کلش حرام میکنه، از بیخ میکنه، کلش زراعتی جور میکنه، زمین زراعتی را میگیره، کلش درخت جور میکنه، کسی سرش انتقاد نمیکنه، ملکتش است، هیچ نمیکاره، الافزار جور میکنه، ملکتش است، کسی سرش انتقاد نمیکنه. مخلوق بندگان الله متعال هر نوع تصرف که الله متعال سرشان میکنه، این ملکت الله متعال است، خلاص. یا می اعتراف داره که الله هر نوع تصرفی تو را مرازی استم، مرگ سرم میاری، زندگی سرم میاری، ناداری سرم میاری، مالداری سرم میاری، اولادی مرا نگاه میکنی، فنا میکنی، مرا صحت میدی یا مریض میسازی، هر رقم که است، مرا مامور به روزه گرفتن میکنی، نماز خواندن میکنی، حجاب میکنی، بگوی امر نیکی کردن به همسایه میکنی، ما مکمل راضی استم، از فلان چیز من نمیکنی، از فلان چیز من نمیکنی، مکمل ما تسلیم استم. اول کلمه است. و انا الیه راجعون، عقیده داره که خاص به سوی الله بازگشتم است. زمانی که بازگشت باشه، انسان تسلیم شده به فیصله الله متعال باشه، که اونجا الله برش نگوید که فیصله کردم تو نپذیرفتی، بروی بگوی که الله ما تمام فرمانهای تا به سر و چشم به دل و جان قبول کردیم. اینی را مردم میگه صابرین، صبر میکنه، این را صابرین میگه. مصیبت برش میرسه،
خواهرای ما اولادایش وفات میکنه. در هتل ممتاز خانهش هست، لیکن در سرکی 80 متر آوازی زن میایه. چی میگه؟ او خدا خدایت خراب شوه، او خدا یک مرا دیده ای، گریبان پاره کومیارا بکن، ای هیاهوی، او طرف خدا بزن، او طرف خدا بزن، خدا در بغل یک زن بزن، دیگه زن باز نمیکنه. زنا که یاد داشته باشه او دل صبری بده. هر کدام که میگه وی چقدر نیلغه بچگکیت بود، چقدر تور بود، فایدهگر بچگکیت بود، او را دیگه مست میکنه که خوب غوغا کنه. چرا اینطور است؟ به خاطری که قرآن نخونده، در کتاب الله نشسته، نفهمیده که من بندی الله هستم، اولاد الله برم داده، جان الله برم داده، زندگی الله برم داده. اگر الله بگیره من هیچ اختیار ندارم، به فیصله الله خود راضی استم. امروز مال دارم، صبح هیچ ندارم. امروز خانه مکمل پر از اشیا دارم، طوفان میاد سیل میاد خانه را میبره، هیچ غمش ندارم. الله داده بود باز میده، رزق الله میده، فیصله شر راضی استم. اولاد الله داده بود، روزی که پیدا میشه تفنگاس که فیر میشه، شیرینی تقسیم میشه، روزی که وفات میکنه غوغا شروع میشه. اینطور نیست. ناصی پیغمبر علیه السلام در حالت جان کندن است. زینب رضی الله عنها اول رایی میکنه به رسول الله صلی الله علیه وسلم که ناسگه که در حالت جان کندن است، پیغمبر نمیآید. پس اول برش روان میکنه، بگو به زینب، قل لها، چی برش بگو؟ ان لله ما اعطى وله ما اخذ و كل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ان لله بگو ما اخذ، خاص برای الله او چیزی را که گرفته، وله ما اعطى در اختیار از بود چیزی را که بخشیده بود، و كل عنده باجل مسمى، تمامی ما به نزد الله یک تاریخ مقرر داری برفتن استیم. بعد از چی گفت؟ فلتصبر ولتحتسب، باید صبر بکنه، باید طلب اجر از الله بکنه. در این طور مصیبت از الله دعا طلب کنه، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا و اخلف لی خیرا منها. یا الله در این مصیبت ما اجر بده و عوض زیر خوبتر بر ما بده. ام سلمه رضی الله عنها میگه در دیار هجرت ابو سلمه شوهر وفات کرده بود، سخت محبت داشتش. گفت من گریان داشتم که ابو سلمه چیسته؟ پیغمبر اسلام تیر میشد برای من دعا را گفت، من دعا را خواندم، لیکن قطعی خود گفتم که آیا از ابو سلمه کدام بهتر شخص در عوض ازی برای من داده میشه؟ گفت روزی که پیغام نکای رسول الله برام آمد، دعای پیغمبر پس در آدم آمد که بله ای برام دعا را گفته بود و خلیفه بهتر رسول الله بوده صلی الله علیه و سلم. در حریم نبوت داخل شد ام سلمه رضی الله عنها. صبر میفهمی؟ صحابه کرام یک زن در دم روی لشکر میدوه، شوهر شهید، پدر شهید، برادر شهید، بچه شهید، چند؟ 4 نفر شهید. هر گروپ مجاهدین که میان یکیش پدرش خبر میده، دیگه بچه‌ش، دیگه برادرش، دیگه شوهرش. او میگه من از رسول الله سوال دارم که رسول الله زنده است یا نه. وقتی که خبر برش رسید که رسول الله زنده است، گفت بعد از این کلی مصیبت ها چیز بسیار آسان است، بسیار آسان است. تربیت شده بودن، در درس قرآن تربیت شده بودن. ام سلیمه میشناسی؟ ام سلیمه ای را باید زندگیش مطالعه کنه، خواهرها خو باید مطالعه کنه. ام سلیمه مجاهده را، ام سلیمه هوشیارترین زنی صحابه را که بچه خود در خدمت رسول الله میگماره، انس رضی الله عنه را. ام سلیمه مجاهده را. ام سلیم بچهش مریض است، طلحه رضی الله عنه شوهرش است، روزدار است، رفته بیرون، وفات میکنه. بچه چی میکنه؟ غسل میدشه، کفن میکنه، قرار سری چپرکت مستی که بخوانه، یک طفل همونطور میخوانه. بیگاه که طلحه رو میاد سوال میکنه بچه چی طور است؟ گفت آرام است. دروغ نمیگه، آرام است. خواب افطاری میکنه، نانم میکنه، شبم بستریم میکنه. صبح که میشه ام سلیم به طلحه رضی الله عنه میگه که اگر امانت کسی پیش آدم باشه، قطع امانت چی معامله را باید اختیار کنه؟ گفت امانت باید تسلیم شود. گفت امانتی که الله داده بود پس تسلیم کردیم شه. طلحه وار خطا میشه، تعجب میکنه، اوه این چی قصه سر ما شد؟
تعالی را ما خبر نه. بچه با شبقت من بستریم کرده. با پیغمبر علیه السلام میره و با پیغمبر علیه السلام قصه را میگه. رسول الله برش میگه که انشالله از این هم بستریتان الله براتان اولاد بده، لیکن اولادتان 7 اولادش حافظ قرآن یعنی مفسر قرآن باشه. صحابی دیگه شایدی میده که بچه از این عبدالله نام داشت که از دمی شب هم بستری کرده بود و 7 بچه عبدالله مفسر قرآن بود. 7 بچه عبدالله. داری همین قسم صبر و استقامت؟ بله پیدا میشه. ما دور نمیرم در قریه خود ما. روز جمعه نماز جمعه را خلاص کردیم، بعد از جمعه دوستا از جای دور که می آمد خانه دور میخوردن، چای میخوردن، 1-4 دقیقه می نشستیم. با میمان چای آوردم که کسی اول آورد گفت یک دخترک افتاد، 12 ساله دختر از سیپوش افتاد، جای با جای شده بود. والدیش ما درس میدادم، یک سفره اونجا او سفره برای بدعت جور کرده بودن. شیدا گور است، سفره برش جور کرده بود که جا مالا حلال شو و دیگا بار شو و مردم خورده بره. ما او سفره برای تعلیم اطفال جور کرده بودم. اونجا اطفال نو از پاکستان رفته بودم، این الحمدلله اطفال منطقه را درس میدادم. امی خواهر امو خالش و امو چی نزدیک است و امو شیدا در سرش سیپوش در برندش میشیش و کلی گپای مرا میشونید، ترجمه قرآن میشونید. من دویده رفتم که شاید خیلی زیاد بدحال باشه، زنا خیلی زیاد خودم میزنم جلوگیری کنم که رفتم آرام آرام استحویلی که اول کسی روبرو شدم امی خواهر بود. امی مادر عالی هم زنده است، الله برش برکت بده. اول سرم صدا کرد گفت مولی صاحب نافرمانی الله را نمیکنم، گپای تا امی طور در دلم است. دیگه زنا را میگفت دختر از ماست گریان نکنی. این ملک کیست؟ الله متعال است. درس قرآن اینی قدر تاثیر داره. خب نگوی که تنها در زمان صحابه کرام همچون مردم پیدا میشه امروز پیدا نمیشه. خب به شرطی که شاگردی کجا باشه؟ شاگردی قرآن باشه، شاگردی کتاب الله باشه. اینا مردم صبر میگه، قرآن بر ما میگه صبر کنیم. تکلیف بر ما آمده، رای خود گم کردیم. هر روز مردم زنگ میزنه مولی صاحب والا ما گیر آمدیم یک کمی قرضه از بانک بگیریم. سود میخورن سود. خب چی رقم قرضه بگیریم؟ یک توی در بیادرک خود داریم نمیشه، طلا را زیاد مانده و دیگه هیچ راه نداریم. مولی صاحب چطور راه نداری؟ خانه چقدر سالی قیمتش؟ $300,000. $300,000 خانه خریده میشه. نکو در 5 منزل بلدنگ زندگی نکو، ایتا بفروش. اول خود تو دمو خاندان زن نمیگرفتی که اینقدر طلا را و اینقدر عروسی را در هتل سرت مانده. خانه غریب مسلمان دختر موحده میگرفتی که ساده پاده 4 نفر 10 نفر موضوع عروسی خلاص میشد در خانه. نه کش نه فش نه هیاهوی نه هیچ کدامش. موحدین همی طور است انشاءالله، کسایی که عقیده توحید در قلبش جا گرفته. یکی بازم همو مفکوره ها و همو خرافات قوم و قومداری ابطالی در ذهنش است. قرآن در ترجمه آمده، باز که میری امی مادری که در ترجمه قرآن آمده امی میگه که دخترش میگه که او مادر اونجا گفت که عروسی ساز و صورت نباشه. نه پیش دیگه کم میایم. همین مادری که در قرآن آمده همین گپ بازو میزنه. این اصلا در قرآن نامده که تو درس شنیدی باز همین قدر نمیفهمی. این خانه تا بفروش، قرضه گرفتن از بانک برات حرام است، این سود میخوری. سود دین روز گفتم که 1 گرپ سود خوردن برابر با 36 مرتبه با مادر زنا کردن است. این بفروش، برو او طرف کوتل، او در سر بغلا یک خانگاه که فقیری زندگی را بکو. اگر در بلدنگ زندگی کردی یا در خانه گلی زندگی کردی چی فرقی شد؟ اطمینان زندگی خود تنها نیست که در بلدنگ باشی. یک خانه دیوالی گلی باشی، مطمئن آرام به عزت زندگی کو. این چی است؟ مردم بری خود بهانه جور کرده رئیسته والا ما ضرورت داریم. بگیره همین ضرورتایتان بگیره، الله از پیشتان سوال میکنه. شما وقتی که پلویتان نرسه او ضرورت میگه، در کچولی اکتفا نمیکنی، در 3 خانه گلی اکتفا نمیکنی تا که بلدنگ نباشه، در کرولا اکتفا نمیکنی تا که لکسس نباشه، تا که دیگهش نباشه. ایرا میگه که ما ضرورت داریم. مردم تباه شده. ملای بدبخت هم همینطور فتوا را باز برش داده رئیسته، کل گیره سود آغشته و مبتلا کرده، سودخور. باز میگه دوی ما قبول نمیشه، اولادی دویش قبول نمیشه. غذایت حرام است، پوشاکت حرام است، نشست و برخاستت حرام است، چطور دویت قبول شود؟ و مطعمه حرام و مشربه حرام و غذی بالحرام. من این یستجاب لذلك؟
از کجا برش قبول شود دعایش؟ که بشینن باز میگه صبر استقامت بکار است. تکلیف سرت میاد، گشنگی سرت میاد، بدروزگاری سرت میاد، از صبر کار بگی. عمری که صحابه کرام تیر کرده، عمری که صحابه عایشه رضی الله عنها میگه یک ماه در خانه ما بجز از دو چیز دیگه چیز دیده نشد، دو چیز سیاه اسودین، خرما و آب، دیگه چیز نبود. زندگی رسول الله را مطالعه کو، از صحابه را مطالعه کو. ما ایمان خدا فروختیم، غیرت و ناموس خدا فروختیم. خوش هستم دخترم در فلان دفتر سوپروایزر است، سوپروایزر است. بان که همی مردید خو از گشنگی در قبر میرفت، یک لوحه خو نوشته میشد که اینی مردکه از گرسنگی چی شده؟ وفات کرده. خو لیکن بی غیرت نمیشدی، از غیرت کار میگرفتی. قرآن این توصیه صبر به ما میکنه، به ما درس میده که این انقلابا میایه انسان از استقامت کار بگیره. خیر است، یک کمی تکلیف سرت بیا، گداگری بکنی که این غیرت از دست نده، اسلامیت از دست نده. این مشکلات میایه. دنیا برای مشکلات است، دنیا برای راحت نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ده تکلیف الله ما را پیدا کرده. تکلیف است. خو بشر الصابرین است، صبر کنندار الله میگه تو بشارت بده. ما بعد استقامت کار بگیریم. الذين اذا اصابتهم مصیبت، کسایی که وقتی برشان مصیبت برسه قالوا میگوین انا لله و انا الیه راجعون. این بیچاره بعضی که یاد نداره که می مرده را میگه، باز چی میگه؟ قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وا گفتن که ما او مرده که تو میگی ډوډۍ خور، تی تور بگو انا لله و انا الیه راجعون. قالوا هم قطش میگه. اولئک علیهم صلوات من ربهم، این مردمایی که مسیری که الله برش انتخاب کرده چیستا مورال خود از دست نداده، همت خود از دست نداده، غیرت از دست نداده، ایمان خود از دست نداده، مستقیم باقی مانده. الله میگه اینطور مردما علیهم صلوات، بالایشان نوازش های خصوصی است. از کدام طرف؟ من ربهم، از جانب پروردگارشان. این نوازش های خصوصی است. الله برشان اکرام و عزت و شرافت خصوصی داده رئیس. اکرام و عزت خصوصی سبب چی میشه؟ سبب هدایتشان میشه که یا مستقیم باقی میمانه سر ایمان خود. و رحمت الله، از طرف الله برشان رحمت است. رحمت مصیبت زائل میکنه، از عذاب الله نگاه میکنه. و اولئک هم المهتدون، این همین مردم ها واقعا راهیاب هستند. چرا که نعمتهای خصوصی الله سرشان شده، استقامت اختیار کرده، محکم سری عقیده و دین خود باقی مانده. اینطور مردم ها که اینطور مردم ها در اینطور موقع اگر صبر نکنی، جز و فضا بکنی، گریان بکنی، چی کردی؟ اولادت پس زنده میشه؟ اما مالی که از دست رفته پس در دست میاد، هم شکایت میکنی، باز شکایت هم در پیش الله میکنی. بازی طور شکایت که از دینم تو را خارج بکنه. کسی که بگه که خدا خدایی چپشوی کافر است مسلمان. ببینه مردمی که طور گپا میزنه میگه خدا خدایی چپشوه، نعوذ بالله. چرا؟ بچهش وفات کرده، بچهش وفات کرده. ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه از جمله نشانه های عبادت الله است، دین الله متعال است. ما دو قسم در دین الله، دو قسم امور است. یکی شعائر است که عبارت از عبادات است و نشانه های دین الله است، بندگی الله. دو تغییر تبدیلی زیادت کمی نمیه. نماز، روزه، زکات، آذان بگوی، این کلش مراسم حج یا کلش شعائر الله است. یکی مسائل است که او را شعائر گفتن نمیتونیم، خود دین است، معاملات است، خرید فروشی گپا. این تعلق به مسائل مردم داره، تغییر تبدیل میخوره، بری خود اسباب داره، علت داره، اسباب علتش مطابق اسباب علت دور میخوره، تغییر و تبدیل دش میآید. گپ در کجا بود؟ در صفا و مروه بود، دو بود. در سر صفا اصاف نام داشت، در سر مروه نائله. اصاف و نائله دو شکلی بود. یکیش در شکل مرد، دیگهش در شکل زن. چرا این در شکل مرد و زن بود؟ عقیده مشرکین بوده که در زمان جاهلیت اینجا یک
مرد و زن زنا کرده در بیت الله، بعد از او الله واره مسخ کرده، بود جور شده بود. مردم ایره در بیت الله مانده بودن که عبرت بگیرد دیگه مرتکب زنا در حرم نشوه. پس آنا شیطان ابلیسی را تغییر داده، ذهنیت ها را مردم در این طور در ذهنش انداختن که پدرایتان اینمی بتا را عبادت میکرد یا قابل قدر شد، یکیش در صفا مانده بود دیگه در مروه، در گردش طواف هم میکردن. زمانی که اسلام آمد در این مقام خود بتا بوده، یک تعداد مسلمان ها در قلبش یک نوع تنگیب محسوس میکرد که خود بود جای بتاست، جای بتا را چطور گردش کنیم، بعد طور جای ما گردش نکنیم. الله متعال آیت روان کرد، دلیل گفت که این مقام متبرک اولاد ابراهیم علیه السلام است. در این صفا هاجره رضی الله عنها بالا شده، در این مروه هاجره رضی الله عنها بالا شده، در طلب آب بوده، قدم میگذاشت به خاطر پورا کردن اسباب ظاهری برای تعمیر دین الله، برای تبلیغ دین الله در اینجا زندگی اختیار کرده بود. توسط ماندن بتای عارضی قدسیت این مقام از بین نرفته تا بگوره مردم کارهای غلط یک جای بکنه، او جای از بین نمیره. این سرزمین سجدگاست. اگر 1000 رقاصه سرزی رقص کرده، این امو طهارت خود از بین نبرده. مثل که او رقص سرش میتونه، ما سرش ترجمه میتونیم. دوم دفع شبه است. دفع شبه طور بود منافقین یهود سر و صدا را بلند کرده بود، عجیب دین داره این مردم، یا خودم بت پرست، او طرف مبارزه با بت پرستی داره، اونجا حالی میره خودشان بت پرستی میکنه. چرا که طواف در جایی میکنه که اونجا بتا بوده. الله متعال شبه را جواب میده که صحیح در زمانی که بتا بوده، اگر بتا گردشش میشد این نادرست بود، حالی خب بت از بین رفته، بت خود از بین رفت میده شد، این دیگه باقی نمانده. اصاف و نایله به عقیده از دو زن و مردی که زنا کرده بود سنگ گشته بود و بعد از او معبود جور شده بودن. الله متعال او از بین برد. لیکن به مسلمان ها گفت که نه، این مقام مقدس یادگار هاجره رضی الله عنها اولاد ابراهیم علیه السلام است، برای از اینکه مردم درس بگیره. هاجره چی قربانی داد؟ هاجری چقدر از صبر و استقامت کار گرفته بود؟ هاجری چقدر تسلیم حکم الله بود؟ هاجره وقتی که یک شای از دست داد، امونجا قرار نشست گریانا را شروع کرد که وی الله از گشنگی میمورم، بچگکم از تشنگی میموره، دست بسته الله را بدعا کرد. نه، هاجره قدمای مبارک خود تا صفا و مروه را دویدن 7 دفعه گردش کرد. او همون قدر که در توانش بود حرکت کرد. بعد از او ثمر مرتب کردن، نتیجه مرتب کردن. کاری هاجره نبود، کاری کی بود؟ الله برش آب کشید، با ما تو درس داد که ما تو تا که حیات در قلب ماست، تا که ما تو زنده استیم قدم بندگی را بالا مانده برو. او طرف که چی مرتب میشه به الله تعلق داره، نه به تو. ذمہوار الله متعال است، هر چیز الله پیدا میکنه. از او خاطر این مقام باید همونطور مقدس نگاه شود. این الصفا و المروه، یقینا صفا و مروه سابق بگوندی که بود، آلی خوب بگوندی نمانده، اوار کرده شد. معظم و سنگک ها یکم که اون طرف هم این طرف هم سنگا چی است؟ این طرف سنگ یکمی چی است؟ بکری است و اون طرف سبزک است. از او خاطر یکیش مروه میگه دیگه اشت صفا، این خیلی لشم است، او یکمی درخشنده بود، از او خاطر او مروه میگه. من شعائر الله، از نشانه های الله است. نشانه های الله یا چیزی که عبادت سوره نشانه الله میگه، مثل نماز روزه، یا ایست که جای عبادت هم نشانه الله است. پس جای مراسم حج هم از جمله شعائر الله است. صفا، مروه، منا، عرفات، مزدلفه یا کلش. و خود عبادت هم شعائر الله میگیم. آذان عبادت است، از جمله شعائر الله است. جماعت عبادت است، از جمله شعائر الله است، یا قابل تعظیم هستند. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. در اون جمعه فمن حج البیت، کسی که قصد میکنه بیت الله را، حج فرضی، او اعتمر یا عمره میکنه، زیارت میکنه بیت الله را که حج نفلی برش میگیم، فلا جناح علیه، نیست گناه بالایش، کدام مؤاخذه و گرفت از جانب الله سرش نیست. ای طوف بهما، که گردش کنه سری هر دویش، امو رقم که پیغمبر گردش کرده 7 مرتبه در صفا و مروه گردش میشه، از صفا شروع میشه در مروه ختم میشه. و من تطوع خیرا فإن الله شاکر علیم.
الله متعال بر علاوه که اجازه داد که عمل انجام داده شود در دلتان شبهه پیدا نشود که یک وقت اینجا بود یکی یا شبهه یهود دفع کرد الله متعال دلیل برش ذکر کرد. عالی میگه که هر کس جوانمردی در کاری خیر میکنه اضافه میکنه یک کاری عملی نیک انجام میده خو لیکن خیر باشه موافق قرآن و حدیث باشه یعنی برگرفته از کتاب الله و سنت رسول الله باشه. کسی که جوانمردی میکنه خیرا کاری که موافق قرآن و حدیث است فإن الله یقینا الله متعال شاکر قدر شناس است از اعمال شما عمل شما را قدر میده پاداش میده عوض میده علیم میدانه که به کدام نیت و اراده شما عمل انجام داده همونطور هدر نمیره. الله متعال قدر و قیمت برش قائل است. در مسئله عمره و حج بسیار نیاز به اعمال نیکی دیگه است. ضرورت پیدا میشه یک مردکه خیمه را گم میکنه یک مردکه بوتش پیدا نمیشه یک مردکه راه را گم میکنه از دست بگی کاری خیرت انجام داده برو کاری خیره ولی خیر رو میگه که موافق قرآن و حدیث باشه. در این آیت الله متعال اشاره به دیگه امر میکنه. او امر است که تمامی امور دین توسط عقل کشف شدن نمیتونه. عقل مردم تقاضا میکرد که صفا و مروه دیگه گردش نشوه طواف نشوه به خاطر بودن دو بت. اما الله متعال میگه که نه اینجا عقل شما ناقص است درک کرده نمیتونه حقیقت امره. اینجا خو زنده داشتن این مراسم حج این جاهای حج به این خاطر است که مردم ها امو بقایای دین ابراهیمی را خود یاد بگیره که ابراهیم علیه السلام بقای دینش فقط توحید الله بود استوار به تسلیمی نظام الله. اینجا دیگه تسلیمی است هاجر تسلیم شده از او خاطر اینجا ما درس بندگی را یاد بگیریم که تسلیمی به الله است. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات یقینا کسانی که میپوشانند ما او حقایق را یا او چیزایی را انزلنا که ما روان کردیم من البینات از بیانات یعنی دلایل روشن برای معلوم کردن حقیقت والهدى و ثمره های دلیل نتیجه های دلیل روان کردیم من بعد ما بینا پس از اینکه واضح ساختیم للناس برای مردم. یک ترجمه بود ان الذين يكتمون یقینا کسانی که میپوشانند ما آن چیزی را انزلنا که ما روان کردیم من البینات از دلایل واضح اینجا مراد از احکام واضح والهدى از دلایلی که بالای احکام است من بعد ما بینا پس از اینکه ما این را واضح کردیم برای مردم فی الکتاب در کتاب در جنس کتابا معلوم است اولئک ایتر مردم ها یلعنهم الله سرش لعنت میکنه و یلعنهم اللاعنون هر چیزی که قابلیت لعنت گفته نداره سرش لعنت میکنه. در قرآن کریم سختترین جزا برای کی ذکر شده؟ برای عالم بی عمل برای عالمی که حقیقت پوشانده. در قرآن کریم بهترین پاداش برای کیست؟ برای علمایی که حقیقت چی میکنه؟ برملا میکنه. او طرف پاداش خیلی بزرگ این طرف عذاب خیلی بزرگ. این طرف پاداش عالمی که عمل میکنه حقیقت روشن میکنه تمام چیز براش استغفار طلب میکنه. در حدیث میاد حتی الحیتان فی الماء تا ای که ماهی در دریان برای عالم استغفار طلب میکنه. کل چیز برای عالم استغفار طلب کرده رویست حتی ماهی در دریان برای عالم استغفار طلب میکنه. چرا؟ زمانی که عالم حقایق بازگو میکنه حقیقتا روشن میشه مردم مکمل ذهنش خلاص میشه دین میفهمه در راه دین روان میباشه فساد از بین میره شرک از بین میره بدعت از بین میره معصیت از بین میره امن و امان قائم میشه آلی پرندم به امن میشه حشره هم حیوانات هم گیاه ها هم بارانا میشه قحطی نمیاد تکلیف نمیاد همه چیز نرمال میشه که نرمال میشه این از برکت بیان و تعلیم علماست که علما مردم به دین آشنا بسازن خود به خود فساد از بین میره. لیکن وقتی عالم حقیقت بازگو نکرد آلی دیگه شرک فرقه واریت تنظیم بازی معصیت نافرمانی تاریکی حاکم میشه آلی دیگه این سبب میشه که قحطی بیا بارانا نشوه حتی درخت متضرر شوه گیاه متضرر شوه پرنده و حیوان متضرر شوه ماهی متضرر شوه آلی دیگه هر چیزی که قابلیت لعنت گویی را داره سری عالم لعنت میگه
سر عالم لعنت میگه، پشتی سرش کافر است. سری کافر کی لعنت میگه؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكه والناس اجمعین. سه طایفه لعنت میگه. لیکن کسی که حقیقت دین نمیفروشانه، هر چیزی که لیاقتی لعنت گفته نداره. تنها سه طایفه نه، ملائک، انسانا، جنیات نه، الله نه، درخت بگوی، بوته، حشره، پرنده، ماهی، همه چیز لعنت میگه بالای عالمی که حقیقت پوشانده. سختترین جزا برای او کسی است که واقعیت را نگفته، در بدر کرده. دین مقدس اسلام چقدر اهتمام برای تعلیم داره، برای علم داره. بگوی در یک نظام برابر دین مقدس اسلام اهمیتی که به تعلیم داده شده در یک نظام نیست. این وعید شدید برای اینمی گپ است که باید تعلیم باشه. تعلیم از او خاطر اول صورت که آمده اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاعلم الذی علم بالقلم. قرآن آغاز شده توسط خواندن، نوشتن، تعلیم. اینجا اهمیت علم برای ما واضح می سازه که پنهان کردن یک موضوع دین چقدر سخت است. چقدر ما را بیبی، ما در دروازه ما مدرسه میایه، اولاد خود در مدرسه روان نمی کنیم. اولاد خود در انگلیسی فیس میدیم 10 جای، در انگلیسی فیس میدیم 10 جای، لیکن در اینجا روان نمی کنیم. جواب بده به الله متعال. ما که علمای محترم ای آیت بخوانه، شما را به الله قسم مصداقش کیست؟ 20 سال میشه در مسجد امام مردم هستی، تو را به الله قسم یک روز حدیث نماز رسول الله را، حدیث وضوی رسول الله را به مردم تشریح کردی؟ تشریح کردی؟ این یقینا کسانی که اگرچه آیتا در مورد یهود آمده، الله او را تو نگفته که این علماء الیهود الذین او کسای است که یکتمون ما انزلنا من البینات، می پوشانان چیزا را که ما روان کردیم از بینات، از او خاطری طور سزایش است. قرآن کریم در یک قالب کلمات عموم بیان میکنه، شکل یک قانون. ان الذین یقینا کسانی که اگر او ملاست، اگر او پیر است، اگر او فقیر است، اگر عالم است، اگر چیست است، از هر طایفه است، یهود است، نصارا است، امتی پیغمبر علیه السلام است، یکتمونه که میپوشانه. چی را میپوشانه؟ ما آن چیزی را انزلنا که ما فرستادیم در قرآن و حدیث. چرا که فرستاده شده قرآن و حدیث است. من البینات، از چیزای واضح اشاره میکنه. بعضی مسائل طوری است که او گفته نمیشه، بلکه به خاطر از اینکه عقل مردم رسایی نداره او را نگویی تو گناهگار نمیشی. چیزی که قابل وضاحت است او را باید بگویی. والهدی، از هدایت، نه تنها که در ما انزلنا یعنی در قرآن و حدیث تنها احکام بیان شده، دلایل واضح و روشن امرایش بیان شده. من بعد ما بیناه للناس، پس از اینکه توضیح داده ما او را برای مردم فی الکتاب، در کتاب. این مردم ها حقیقتا را ترک میکنه، بیان نمیکنه برش. در کتابشان آمده بود حقانیت پیغمبر، حقانیت دین پیغمبر، صفات پیغمبر. یهود کلش پنهان کردن. آل دین متحد نشد که یک اسلام میشد. یهودیت به خود دین، نصرانیت به خود دین، اسلام به دیگه خود دین. عامل بدبختی و تفرقه تنامی علمای یهود شده که واقعیت را بیان نکرده. امروز عامل تفرقه در مسجد ها، عامل تفرقه چیست؟ بگوی پیدا شدن رفع الیدین است. بگوی عامل تفرقه پیدا شدن رفع الیدین نیست، عملی کردن رفع الیدین نیست، جهر گفتن آمین نیست. عامل تفرقه نه بیان کردن واقعیت‌های حدیث است از طرف کی؟ ملاها و علما. و بیان نکرده، وگرنه هیچ عامل تفرقه نیست. چرا در مسجد کمپنی بیا نه رفع الیدین بکن، نه آمین تبذر بگو، دستای تا در سینم بسته نکو، خب پایین ببر که این قریب که دزانی رید برسه. اگر کسی برات گفت که چرا این کار کردی، هیچ چیز برات نمیگه، قابل احترام و عزتمند هستی. چرا؟ به خاطری که مردم میگه یک روایت اگر چیز ضعیف هستم دهی موجود است، دهی موجود است، ما منع نمیکنه، به این ضعیف عمل میکنه. ما پاس یک روایت ضعیف داریم، شما پاس حدیث متواتر ندارید. بگوی ما گناهگار هستیم یا شما؟ دلیل بگوی دیگه. ملامتی را سر ما من نه تفرقه را ایجاد کرده، تفرقه را تو ایجاد کرده. حقیقت دین نپوشان، برات مراجعه میشه بر ملا واضح بیان کن.
خب رای توبه داره یا نه؟ بله. قرآن کریم یکی از خاصیتایش است در تعزیرات جهانی، در جزاهایی که حکومت‌ها جور میکنه، سری جنایتکار کلی راه ها را بند میکنه. جنایتکار آخر مجبور میشه که دیگه مقنعه بگیره، بندیخانه را سرش میکشه، قیده، باز اونجا دیگه شکنجه را. اون مردکه که در زندان رفت آل پلانا طرح کرده رایست، یک نقشه را جور میکنه که به مجردی برایه سعی میکنه که زد نقشه دیگر را خراب کرده. اسلام طور نیست. اسلام جانی را، کسی که عاصی و گناهگار شده راهی بیرون رفتیش برش مشخص میکنه. صحیح است بنابر اشتباهات، بنابر نادانی مرتکب جریمه شده، لیکن راه برات موجود است. توبه بکو، رجوع به الله بکو، دیگه دی بدبختی خود مبتلا نکو، چرا پخته میشی، آخر امرت بیخی خراب میشه. الا الذين بجز از کسانی که تابو توبه کردن از این جنایت خود و اصلاح کردن، در عمل دست دادن و بیانو امو چیزای پنهان کردگی را واضح بیان کرد. توبه علم سی چیز شد، امو جرم خدا جرم بدانه، امی دستی هم کار ترک کنه، شروع بکنه به عمل، بعد از اون عزمی راسخ داشته باشه که بازی کار نمیکنم و بیان وضاحت توبه امی دوست داره، توبه کنه بعد از اون عمل بکنه، بیان هم سرش نیست. و فاولئک ایتور مردم اتوب علیهم رجوع رحمت سرش میکنم. الله میگه و انا التواب الرحیم، یقینا ما بار بار توبه قبول کننده رحم کننده استم، به شرطی که بنده توبه کنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دعا بکنی که الله متعال مشکلات حل بسازه، کل مشکلات ها را الله حل بسازه. پروردگار مریضا را شفای کامل نصیب بکنه، بندیار از بند آزاد کنه، مسلمانا را الله در هر جای مجاهدین و مسلمان کامیاب داشته باشه، کفر و دسیسه هایش الله نابود بسازه، قطع خاک یکسان بگردانه. الله متعال کل مرده های اسلام مغفرت نصیب بکنه. حاجت ها و مشکلات که ما داریم الله کل حاجت های ما را برآورده، مشکلات ما را حل بگردانه. از هر قسم آفات، بلیات و تفریقه و نفاق الله ما را نگاه بکنه. الله در راه مستقیم پیروی کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را بگردانه. خصوصا مشترکین ترجمه قرآن کریم که در اینجا شرکت میکنه، الله تمام خواسته های مشروعشان به فضل و احسان خود الله برآورده بسازه و اولادایشان صالح زندگیشان موافق سنت رسول الله گردانه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.